السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام بینندگان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که باشین تن صحت و سلامت باشین و بازم به یک برنامه نوی ما خوش آمدید میگویم شما را. ان شاء الله امیدوارم که بتوانیم یک ساعتی اخیر یک برنامه خوب و مفیدی داشته باشیم تو اینی که اوید حوادث اخیری که در جهان میگذرد با خبر شیم و معلومات بگیریم و معلومات بدهیم به جامعه. همجاران و هموطنان عزیز، همطور که ما از اولی مناقشه بین تنیش و مناقشه بین صهیونیست‌ها و کشور ایران صحبت کردیم و به شما وعده داده بودیم که این برنامه ها را ادامه میتیم و ما سه بخش مستقیم در این روند داشتیم و علاوه بر این چهارم بخش مستقیمی است که در همین موضوع خواهیم انجام داد و شاید هم این آخری آنش باشد و شاید هم در آینده ادامه پیدا کند، ولی وابسته به این تنیش ها است که تو کجا انجام داده میشد و که تو کجا دوام یابد و یا اینکه این ساعت ها آخران ساعت هایش است که به صلح دست مییابند و آدم کشی در این مناطق خاتمه مییابد. همجاران و هموطنان عزیز، همطور که شما میدانید ما از روز اولی حمله اسرائیل به کشور ایران در بخش مستقیم قرار گرفتیم و پیرامون این موضوع صحبت کردیم. من میخوام کوتاه در این موضوع کمک صحبت کنم و بعد برگردیم به کل اخبارها و معلوماتایی که ما برای شما از تمام جا پیدا کردیم. در قدم اول باید یک چیز ذکر کرد که روز 13 همین ماه حمله اسرائیل به ببخشید دوستان گرامی اشتباه نکنم، یعنی در روز 17 بود اگر اشتباه نکنم، یک دقیقه من به نظرم این معلوماتی که برای من رساندن این معلومات رو غلط رساندن. اگر دوستان یک لحظه برای ما فرصت بدین تا اینکه ما بله، همونطوری که ما گفتم دوستان، بله این روزی 13 بود است، ولی من درست‌تر گفتم ولی من اینجا من ماهش رو اشتباه نوشتم فقط. بله دوستان گرامی و هموطنان عزیز، یعنی حمله اسرائیل در روز 13 همین ماه آغاز پیدا کرد و در شب 13 و 14 صهیونیست‌ها به خاک ایران حمله کردند. یک بار در شب اول چندین فرمانده ارشد ایران رو به قتل رسانیدند و بخشی از جایهای نظامی او را نابود ساختند و در جواب ایران در کوتاه‌ترین فرصت، یعنی همان روز حمله اول را با پهپادها طرف کشور اسرائیل روان ساخت که آنها همش از مدافعای اسرائیلی ضد حمله صورت، یعنی حفظ کردن، نگذاشتن که به خاک اسرائیل برسن و نوبت دوم از این بالستیکایی که ایران داشت از اینا تقریبا حدود 100 تا 150 دونه روان کرد که اونها واقعا به خاک اسرائیل رسیدن و چندی از مناطق این کشور رو هم یعنی خانه ها و جای های نظامی رو خراب کردن و بالاخره همون روز 3 مرتبه ایران حمله کرد و اسرائیل هم همزمان به خاک ایران هر روز حمله میکرد و هر روز نفرهای کلیدی و مهمی ایران رو ترور میکرد و بالاخره این تا اونجای درجه رفت رسید که ایران حمله های خیلی وسیع انجام داد که توانست شهرهای اسرائیل را خراب بکند، پایتختش را و شهرهای بزرگش را و جایهای نظامیش را. و اسرائیل هم در هوای ایران بسیار نفوذ بالایی پیدا کرد، تمامی هوای ایران را در دست خود داشت و هر عین حال هم در دست خود دارد و هر کاری را که میخواهد طریق هوا میتواند در هوای ایران انجام بدهد و هوای ایران را کاملا از مشکلاتی که برای اونها ایجاد میکردن تازه کردن و توانستن که تمام حمله ها و هدفهایی را که مورد حمله باید قرار بدهند قرار بودند و هیچ کسی به اینا ممانعت ایجاد نکرد. و بالاخره در روز
در روز 21 امریکا تصمیم گرفت که به جایهای مهم ایران که اونها برای به اصطلاح برای اورانیوم حفظ کردن یا اینکه ساختن بمب اتمی ساخته شده بودند و یکی از سبب‌های تنش‌ها میان اسرائیل و ایران همین بود که اینها خواستن به اونجا حمله کنن. اول گفتگو کردن ولی متاسفانه کاری شد که دیگر روز 21 ایون امریکا با همون هواپیماهای قوی خود تقریبا حدودی 14 یا 15 بمبی از همون سنگر شکن میگن، یک از اون بمبایی که بسیار وزبین است و از اونها به 3 جای بمب اتمی ایران حمله کرد که از جمله فردا، تنز و نتنز و اصفهان یعنی به اصطلاح امریکایی نابود کرده شدن و بی‌ضرر گردانیده شدن. اما ایران در جواب گفت که اینجا خالی کرده شده بود و ما از این حمله باخبر بودیم و هر چیزی که در داخل اوجه بود هیچ اتفاقی نیفتاده با اونها و اونها را ما به دیگر جا کشانیده بودیم. و در جواب دیروز ایران هم به خاک قطر که در اونجا پایگاهی بسیار وسیع امریکا قرار دارد به اونجا حمله کرد و زیاده از چند موشک روان کرد که گفته می شود 6 موشک یا اینکه یک موشک اون به خاک قطر رسید و به همون پایگاه نظامی امریکا در اونجا ضرر وارد کرد. بعداً امریکا اعلام کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا که یگان چیزی در اینجا ضرر ندیده است و مشکل به میان نآمد. ایران به ما خبر داده بود و ما تمامی پایگاه را تازه کرده بودیم و همه شخصای نظامی و چیزای مهم را از داخل اوجه بیرون کرده بودیم و اعلام کرد که ما با ایران باید گفتگو کنیم و ایران باید صلح کنه. و ایران هم بعد از این واقعه یک نوار را نشر کرد که در اون نوار نشان میداد که نفرها میروند در داخل همین پایگاه‌های فردا، پایگاه‌های نتنز و اصفهان بدون یگان مشکلات داخل اون میشوند و در اونجا یگان اورانیوم وجود ندارد، در مشکل وجود ندارد و اگر که اون اورانیوم خود یا این موادهایی که برای اتم بمب آماده کرده بودن و اونها در اونجا میبود مشکلات‌های ایجاد میشد که اینا نمیتونستن سفر کنند. به این خاطر اینا رو نشان داد و یعنی به این اشاره که همونطوری که شما آگاه بودید که ما پایگاه شما را میزنیم یا که خبر کرده بودیم، شما را خبر کرده بودید و به همین طریق اینها به یک خلاصه اومدن که باید با هم چیکار کنن، صلح بکنن. و بالاخره رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد که بین ایران و اسرائیل یک اتفاقی افتاد و اونها با هم صلح کردند و ایران هم این را تصدیق کرد و خود نتانیاهو هم این را تصدیق کرد و گفت که دیگر صلح به میان آمد، ما دیگر جنگ نمیکنیم. ولی امروز بازم 2 تا راکت طرف یا که همون بالستیکا طرف اسرائیل وارد کرده شد که اسرائیل گفت که از خاک ایران آمده است و ایران این را انکار کرد و حتی یمن نیز خاموشی را اختیار کرد و دیگر گروهایی که در اینجا میتونستن چون این یک کار را انجام بدن اونا را خاموشی را اختیار کردن و هیچ کسی به عهده نگرفت که این از کجا و چگونه اتفاق افتاده است. و همین خاطر اسرائیل تصمیم گرفت که امروز دوباره باز یعنی به خاک ایران حمله کنه و چندین پایگاه‌های نظامی ایران رو مورد حمله قرار داد. اگرچه دونالد ترامپ بازم در سامانه فیسبوک خودش بسیار شدیداً اعلام کرد که دیگر این اتفاقا نفتد و باید تمامی طرفا خاموشی را اختیار کنن، صلح را به میان بیارن و باید دیگر جنگ نکنن و حتی یک دستوری با قطر طرف یعنی نتانیاهو اعلام کرد که تمامی هواپیماهای خود را از خاک ایران بیرون کنه. یعنی با این درجه سخت و تهدید نسبتی نتانیاهو کرد، ولی نتانیاهو بازم همون حمله خود را به خاک ایران ادامه داد. حالا در اینجا چه اتفاقایی میفته این در روند برنامه به شما ذکر خواهیم کرد. حالا برگردیم به صحبت‌های رئیس جمهور امریکا. چند پارچه‌اش را برای شما من در اینجا بگذارم که این چی میگوید.
این همونطور که شما میبینید این از ایران اینترنشنال است. اگر صداش خوب نباشه خبر کنین که بله اونها نقض کردن. اسرائیل همین رو نقض کرده. تا ما توافق کردیم اونا اومدن و کلی بمب اونجا رو بمباران کردن و بیشترین میزانی بود که دیدم. من راضی نیستم. من گفتیم الان 12 ساعت وقت داریم، شما نبینید که هر چی بمب دارین رو بریزین. من راضی نیستم، من از ایرانم راضی نیستم، ولی این که ایران اسرائیل رفته به دنبال این، من واقعا راضی نیستم به خاطر این موشک. این یه دونه موشک ممکن اشتباه کرده باشن، اصلا به زمینم نخورده. واقعا راضی نیستم. اساسا ما دو تا کشوری رو داریم که سالهای سال سخت در مبارزه بودن و نمیدونن دارن چه غلطی میکنن. متوجه میشید چی میگم یا نه؟ همونطور که شما دیدید رئیس جمهور آمریکا میگوید که این موشکی که به خاک اسرائیل زده است، یعنی به خاک اسرائیل حمله شده است، حتی به زمین نخورده است، او سر راهش گرفته شده است، ولی مشخص نیست این موشک رو کی زده است. حتی اگر ایران هم زده باشد میتواند اشتباه باشد. برای همین نباید که اسرائیل تمام اون بمب‌های قویی که دارد به خاک ایران حمله میکرد و در یک روز همه اون بمب‌ها را خالی میکرد. برای همین از اینا اجازه میپرسد که برود برای گفتگو. بیا نواری کاملش رو از بازم از دیگه جا ببینیم تا در این مورد بیشتر صحبت میکند و بعدا ان شاء الله صحبت ادامه میدیم. بیا نوار را کاملا ببینیم. و اون توافق که شما دیشب بهش دست پیدا کردید، منطقه الان در جایگاه جدیدی رو خواهد داشت و من فکر میکنم این یک طلوع جدید هست و فکر میکنم که بعد اسرائیل بایستی آرامش خودشون رو حفظ بکنن. من باید به شما بگم که آرامش خودتون رو حفظ بکنید. بله همه رو با خودم میبرم. شما از هر دو طرف خواستین که نقض نکنن آتش بستن، ولی از منطقه خبرها میاد که همدیگر رو متهم میکنن به نقض. فکر کنم هر دو این کارو کردن. مطمئن نیستم که اینو از قصد انجام ندادن، میشه عقب بکشینن. من باید ببینم که میتونیم جلوشو بگیریم. هرچی من سریعتر من از شما دست شما راحت بشم میتونم برم این کارو انجام بدم و جلوشو بگیرم. من فکر میکنم کاملا نابود شد و دلیل این هست که اون خلبان ها، من باشون صحبت کردم، اونا فوق العاده هستن، کار عالی انجام دادن، ولی میخوام CNN به خصوص اونا میخوان بگن خب آره ما موافقیم که نابود شده، ولی ممکنه اونقدر نابود نشده باشه. اونا دارن آسیب میزنن به کاری که این خلبان ها انجام دادن، زندگیشون رو به خطر انداختن. MSDNC CNN همه اینها فکر کنم این شبکه‌ها بهتر نیستن، همه اخبار جعلی هستن. اونها نباید این کارو میکردن و اون خلبانان هدف گرفتن و هدف نابود کردن و بعد به این خلبانان اعتبار داد و اونا میخوان اونها رو کارشون رو بی‌ارزش بکنن. ایران دیگه هیچ وقت نمیتونه تاسیسش بسازه. نه از اینجایی که الان هست، نه اون زیر صخره هست، اونجا نابود شده. این کار این دو تا خلبان کار رو بهتر از هر کسی دیگه که میتونست تصورش کنه انجام داده و آخر شب بوده، هیچ ماهی بیرون نبوده، نور ماه هم نبوده و این کار رو انجام دادن. اون منطقه رفت نابود شد. وقتی من میبینم که CNN همش دارن میگن که ممکنه که در واقع اونقدری که فکر میکنیم نابود نشده. شما نگاه کنید به اون تصاویری که هست، میبینید اون منطقه رفت نابود شد و فکر میکنم CNN باید عذرخواهی بکنه از خلبان‌های B2 و فکر کنم MSDNC هم باید عذرخواهی بکنه. فکر میکنم این شبکه‌ها یک کابلی کار اشتباهی دارن میکنن. من دارم میگم که CNN من باید نگاه بکنم این زباله‌ای که پخش میشه، اینا همه اخبار جعلی هست. CNN اینا بی خدا هستن و خب این کارایی که اینا انجام میدن و خب باید خجالت بکشن. MSDNC برایان رابرتس اون رئیسش هست، واقعا آدم ضعیفی هست.
آیا فکر میکنین که بله خب همطور که شما دیدید دوستان گرامی، رئیس جمهوری آمریکا هم این واقعهایی که گذشت یعنی انکار کرد و گفت که باید کوتاه‌ترین فرصت این مسئله حل خودش پیدا کند و باید برای گفت و شنید برود و از خلبان‌هایی که به ایران حمله کردن بسیار ستاد و گفت که آنها کار درستی را انجام دادن و باید هم کار آنها ستاییده شود و هر کسی که در مقابل اینها حرفی میزنه در آمریکا و میگوید که اینها کار را انجام ندادن بعد حتما یعنی چوراندیشی شود و اونها باید از این کار عذر بپرسند و کار خلبان‌ها را نادیده نگیرند. در حالی که همونطوری که گفتیم ایران هم این را گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده است و او چیزایی که در داخل او جبدن بیرون کردیم و همینطور هم آمریکا گفت از پایگاه خود بیرون کردیم. بیاید همین رو از چند سامانه نگاه میکنیم که آمریکا چون از حمله آمریکا به داخل ایران اونقدر معلومات های زیاده یا که نوارها نشر نشده است، فقط اینه که چند عکسی نشر شده است که اون عکس به سمت شما نمیرسونه و فقط همین قدر گفته میتونم روز 21 اینها یک حمله واقعا سنگین به خاک ایران انجام دادن و پیش از اونی که آمریکا به خاک ایران حمله کند یعنی کشور صهیونیستی و یا اینکه اسرائیل امروزه اینها با تمامی همون هواپیماهای خود اطراف ایران را تازه کرده بودند و کل هوای ایران در دست نیروهای آمریکا و اسرائیل قرار داشت و اینا بدون ممانعت میتونستن به خاک ایران حمله کنند و به همین اساس وقتی که آمریکا وارد این حمله شد آنها پیشکی به گفت ایرانی‌ها ایران را خبر دادند که اینها یک حمله محدود انجام خواهند داد و این حمله محدود فقط به همون جاهای اتمی بمب خواهد بود، همون نیروهای اتمی بمب و بیشتر از اون حمله نخواهند کرد و به همین طریق ایران هم واکنشی جدی نشان نداد و روز بالاخره روز 21 اینا توانستن یعنی آمریکایی‌ها توانستن از همون بمب‌های سنگرشکن خود چند زیاده از 13-14 دانه به خاک ایران وارد کنند و سه نهادی مهمی همون اتمی بمب ایران رو از بین ببرند. بالاخره بعد از این حمله ما میبینیم که ایران هم حمله های گوناگونی را انجام داد. بیایم ما به سامانه سید یونس استراشنی در فیسبوک برمیگردیم و چند معلوماتی را از سامانه ایشان از فیسبوک به سمت شما خواهیم رساند که بعد از حمله که ایران انجام داد چه اتفاقی افتاد. خب اینجا برمیگردیم به روز یعنی 23 ساعت پیش. من اگر که این رو بزرگتر کنم از اینجا بخوانم شاید بهتر خوبتر باشه. سفارت آمریکا در قطر تا اطلاعی ثانوی پناه بگیرید. خبرگزاری فارسی. پیامی دوره آموزش 18000. خب اینجا صهیونیست‌ها چرا ترور میکنن؟ خب اینجا صهیونیست چیزای عادی را نشر کرده است. احتمال با دیگر برخو خب این لازم نیست. قطر حریم هوایی خود را بست. خب اینجا همونطور که میبینید یعنی پیشکی الکی پیش از آنی که حمله صورت بگیرد الکی مشخص بود که قطر از حمله به داخل خاک خود یعنی با خبر بود و میدونست که ایران امکان داره که به خاک اونو حمله کند. به همین خاطر پیشکی هوایی حریم خود را بسته بود و در اینجا که میبینید در سایت سید یونس استراشنی از این معلومات خبر داده می شود که فوری قطر هوای حریم خود را بست. وزارت امور خارجه قطر با اشاره به تحولات منطقه از بستن حریم هوایی خود خبر داد. این اولین معلومات. این معلومات دیگر خیابان‌های برلین مملو و از خامنه‌ای ایران و فلسطین از فلسطین یعنی در اینجا دیگر در برلین. بیاید اینجا لحظه‌های ساقط شدن هواپیما بدون سرنشینی هرمس 90. این یکی از جزئیات دیگر. در فورا روزنامه اسرائیلی هرتز 4 هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی در آسمان ایران هدف قرار گرفتند. این فورا پس از قطر 4 کشور عربستان، بحرین، امارات و عراق نیز حریم هوایی خود را بستند. یعنی در اینجا همونطوری که شما می‌بینید بعد از آنی که حریم هواییش را قطر بست، این ما یادآور میشیم که یک روز پیش است یعنی تقریبا حدود 21 ساعت پیش حریم هواییشون همه دولت‌های تقریبا عربی که با ایران نزدیکن و مرز دارن بستن، یعنی اینکه با آمریکا همکاری دارن، یعنی اینکه نیروهای نظامی آمریکا و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا هستن حریم هواییشون را بستن. فوراً پایگاه نظامی آمریکایی العدید در قطر در حال مشکبران است. همونطور که شما ببینید تقریبا حدود 21 ساعت پیش همونطور که خبر داد سید یونس استراشنی پایگاه نظامی آمریکا
با اسم العدید در قطر موشکباران کرده شد 21 ساعت پیش. ما اگر بالاتر بریم، فوری شنیده شدن صدای انفجار مهیب در دوحه پایتخت قطر. خب همونطوری که شما میبینید فوری به نقل از مقامات اسرائیل، ایران به سوی عراق نیز موشک شلیک کرده است. یعنی در این جا نیز گفته می شود که پایگاه‌های آمریکایی در عراق نیز مورد حمله ایران قرار گرفتند. فوری پایگاه عین الاسد آمریکا در حال موشکباران شدید است. خب اینجا را مترجم. فوری پایگاه نظامی آمریکا در کویت و بحرین نیز در حال موشکباران هست. فوری به نقل از مقام اسرائیلی، ایران پایگاه نظامی آمریکا را در قطر به 10 موشک هدف قرار داده است. یعنی 10 موشک قطر به پایگاه قطر زد. عاجل. همونطور که شما می‌بینید الجزیره یک مطلبی را نشر کرده است به عربی و او را سید منصور سروشانی به تاجیکی برگردانیده است. فوراً اعتراض شدید لحن قطر به ایران. و گزارش الجزیره سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت که حمله به پایگاه هوایی العدید نقض آشکار حاکمیت و حریم هوایی قطر و همچنان قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است. خب اینجا فوری با گزارش کانال‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی اسرائیل از ایران خواست جنگ متوقف شود، اما ایران رد کرد. اینجا اولین تصاویر از حمله موشکباران به پایگاه‌های نظامی العدید در قطر. این اولین موشکبارانی است که از ایران در قطر انجام داد. پایگاهی این نوار از اول. الله اکبر. آدم این نوار اول است. اگر ما بالاتر بریم دوستان گرامی، باز هم می‌بینیم نوار دوم، تصاویر از حمله موشک ایران با پایگاه نظامی آمریکا در قطر. اینجا فقط در حال فرار هستند. در اینجا هدفی از زدن پایگاه نظامی آمریکا در قطر یا آسیر کشورهای خلیجی کشتن افراد که نیست. ایران پیشتر هشدار داده بود که حالا کند، بلکه هدف دادن درس به آمریکاست و نشان دادی او سر جایش است که تجاوز به ایران بها دارد. ایران به هر قیمت شد تجاوزکارا را سر جایش میشیناند تا دیگر به فکر این غلط نیفتند. همطور بازم الجزیره ویدیویی را نشر کرده است از حمله ایران به پایگاه. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، كما ترون هذا الخبر العاجل على شاشتنا، المتحدث باسم الخارجية القطرية، دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية. إذن كما الجزیره هم تصدیق کرد و اینجا دیروز با زمان ایران، خب اینجا را همطوری که می‌بینید در هشدار مردم بندر عباس، خب بندر عباس بیشترش عرب است، عربای ایران. خب اینجا شوی تهران پس از حمله ایران به آمریکا، خب مردم دیگر ایناش برای ما لازم نیست. همطوری که می‌بینید دیروز بازم همطوری که شما می‌بینید دونالد ترامپ در اینجا با من این را بزرگتر کنم دوستان اگر اجازه بدین، من این رو بزرگتر کنم این طور برای ما خواندن آسان‌تر شود. همونطوری که می‌بینید بعد از اون که حمله صورت گرفت، یعنی حمله های ایران به آمریکا، دونالد ترامپ علیه جواب داد. ایران has officially responded to our خب یا خب می‌خواهیم از ایران سپاسگزاری کنیم که پیش ما را از حمله به پایگاه‌های آگاه کرد و بدین گونه هیچ کس کشته یا زخمی نشد. شاید اکنون ایران می‌تواند در راستای صلح و آرامش در منطقه حرکت کند و من مشتاق از اسرائیل و مشتاقانه از اسرائیل هم میخواهم که همین کار را بکند. این
نوشته دونالد ترامپ است و سید نیست طرفشنی را ترجمه کرده است. اینجا خب سید نیست طرفشنی از ماکسیم شیوچنکو چیزی گذاشتن که ما ایران نمیگذاریم. خب اینش هم برای ما لازم نیست. خب اینجا این پایگاه نظامی آمریکا در عراق، همونطور که شما ببینید در عراق نیست پایگاه نظامی آمریکا مورد حمله قرار گرفت. حالا معلومات‌های موجودن که این پایگاه خالی کرده شده بودن، ولی به هر حال همونطور که در پیشکی ذکر کرده بود سید وینس طرفشنی از مقامات ایرانی که این هدف به خاطر تنها اون است که باید یعنی جوابگوی باشه. هر کسی به خاک ایران حمله میکنه، ایران هم به خاک او حمله میکنه. فقط هدف این چیز بود. اینجا هم ترجمه فوری احد هواپیماها بدون سرنشین دیگری هرمس از اسرائیل در آسمان تهران. یک هواپیما دیگه فورا رسانه‌های اسرائیلی از حمله پهباد به جولان اشغالی گزارش میدهند. جولان اشغالی هم طبعا شما میدونید در سوریه است. خب فورا عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر توافق در موضوع آتش بس وجود ندارد. این هم طبعا میبینید این چند ساعتی پیش از 13 ساعتی پیش این حرف رو وزیر خارجه ایران زد. خب فورا محمد رضا صدیق دانشمند هسته ایران در حمله صبح امروزه اسرائیل به آستانه اشرفیه در شهر ایران تیرور شد. الجزیره رسانه‌های اسرائیل از شلیک موشک‌های ایرانی به شمال و جنوب نقب و مرکز اتمی دمونه گزارش می‌کنند. یعنی ایران همون شبی که حمله کرد به نهادهای آمریکایی و پایگاه‌های نظامی آمریکایی، علاوه بر این به پایگاه‌های یعنی با اسرائیل هم حمله خیلی شدیدی انجام داد. این در بعد از کشتن یکی از اشخاص‌های مهمش که دانشمندی هسته‌ای بود، شروع کرد به حمله جوابی و در این حمله دیروز شدیدترین حمله ایران می شود نامبر کرد و بسیار حمله بود که خرابات خیلی زیادی رو در بجا گذاشت. از جمله یکی از انرژی استانسی‌های کلانی اسرائیل را هم زد که چندین شهرها و منطقه‌ها بدون برق ماندند. بسیار حمله شدیدی دیروز انجام داد. همونطور که می‌بینید اثبات موشک‌های ایرانی در اسرائیل دقیقه‌های پیش خبرگزاری مشرق خبر می‌دهد. همونطور که شما می‌بینید اینجا رو ببینید. همونطور که شما می‌بینید اینجا موشک‌های ایرانی چگونه میان به خاک اسرائیل میرسند. خب همونطور که شما می‌بینید خانه‌ها کاملا خراب شدن. عکسایی که از اونجا نشر کرده میشد و اینجا نواری را شما میبینید که خانه ها کاملا ماشین ها خراب شدن و اگر ما بالاتر بیاریم از اینجا میبینید که کاملا وقتی موشک به زمین میخوره بسیار اثر سختی دارد موشک ایرانی. و اینجا شما میبینید پلیس آمده است و مردم در زمین خواب و تصویر از همون. و اینجا هم اثبات موشک به خاک اسرائیل موشک ایرانی که نوارش رو نشر کردن. و اینجوری هم همینجوری که از این طریق شما میبینید خانه‌ها کاملا در بیروس سبت در اسرائیل هم در این شهر خراب شدن. این لحظه های اثبات موشک ایرانی در همون شهری که عین حال در بالا ذکر کردیم، این در که از آسمان میبینیم بیمز خوب و خیلی واضح و روشن. یکیش در اونجا میخورد، دویمش بازم در پیش ساختمان میبینید موشک در اینجا میخورن. در میبینید این خانه ها کاملا ماشین ها هم خراب شدن، کاملا از بین رفتن. وضعیت سرزمین اشغالی پس از اثبات موشک های ایرانی و همونطور که شما می‌بینید پس از موشک زدن خب دیگه میان برای تمیز کردن، برای بیمارا رو بردن و یک کسی که ضرر دیده باشد. به یک گفته که دیروز در همین بمباران ایران حدوداً 11 نفر به نظر من از جانب اسرائیل کشته شدند. آمار اولی از قربانیان در بیروس، یعنی فقط در بیروس سبعی اسرائیل در پی اثبات موشک‌های ایرانی 11 نفر کشته و 10 مجروح شدند. خب اینم باز عکس‌های دیگری که از روند همین یعنی خراب شدن سرزمین اسرائیل نشر شدن و همونطور که شما می‌بینید زیادی این مناطق رو موشک‌های ایرانی خراب کردن. خب اینجا ما بالاتر بریم، بازم شما همونطور که می‌بینید لحظه های اثبات بیان شده موشک ایرانی به بیروس و که چطور سخت میرسد در زمین. و اینجا هم نوار جدیدی دیگری که الجزیره نشر کرده است با معلوماتی که دارن که کاملا وقتی که یک موشک ایرانی به زمین میخوره بسیار جا رو خراب میکنه و شما ترکش رو میبینید خیلی سنگین است. و اگر مبلغ فوری فعال شدن آژیرهای خطر در مرکز هسته‌ای دیمون در اسرائیل،
خب در اینجا خب این برای ما لازم نیست. فوری تل-آویو آغاز آتش بس و گزارش خبرگزاری مجری همزمان با پیام پنجمین موج از حملات موشک‌های ایرانی علیه سرزمین اشغالی، منابع صهیونیستی از آغاز آتش بس میان ایران و رژیم صهیونیستی خبر دادند. خب در اینجا هم طریق بینه یعنی حدوداً 10 ساعت پیش به گفته اخبارهایی که صهیونیست پیدا کرده است در این اخبارهای عربی، در اخبار عربی است تل-آویو آغاز آتش بس، خب فارسی است ببخشید، آغاز آتش بس یعنی 10 ساعت پیش شروع شده است و این یکی از نوارهای دیگری که خرابات جدید آمده است همونطور که شما می‌بینید. دیگر حالا نقص آتش بس از سوی اسرائیل همونطور که می‌بینید 2 ساعت پیش، حالا اینجا 10 ساعت پیش همونطور که ما نشر کردیم اینجا نشر شده بود، یعنی 10 ساعت پیش آتش بس یعنی کاملا صورت گرفت، ولی در اینجا می‌بینیم 2 ساعت پس یعنی حدوداً 8 ساعت بعد از همین قضیه، یعنی این باره همونطور که می‌بینید فوراً نقص آتش بس از سوی اسرائیل، شنیده شدن صدای انفجار در باب‌العصر، خبرگزاری مهر، یعنی به ایران علیه بازم در اون باره 2 ساعت پیش حمله اسرائیل آغاز است. فوری کارگرهای خاتم الانبیای وابسته به سپاه به نقص توقف حملات توسط اسرائیل پاسخ میدیم. یعنی همونطور که شما می‌بینید حتی ایران هم گفتن سپاسگزاران که ما به حمله اسرائیل پاسخ میدیم، یعنی این از چی پاسخ میدید؟ از اون که ایران در این باره آماده پاسخ گفتن به حمله های امروزه هست، یعنی جنگ هم بازم ادامه دارد. حالا تا فردا چه اتفاقی میافتد و چه کار انجام داده می شود اون را وقت اثبات میکنه، ولی به هر صورت تا امروز حالا هیچ اتفاقی نمیفته. بیاین این کارشناسی ایرانی را گوش کنیم که چی میگه. کی از سعید محمودی نبویان، عضو کمیسیون امنیتی ملی مجلس ایران. حمله خب بیاین این صدایش رو گوش. ما به موشکی که شکست خورد، ما به علاوه آمریکا که به ما حمله کرد، ما دیشب حمله کردیم به پایگاه العدید، بسیار مهمه چون فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا اونجاست. ممکنه بگن آقا خالی کرده بودن، آخه این اشکالات گاهی اوقات برای اینکه ضعیف جلوه بدن حمله ایران را. من چند تا نکته عرض بکنم. خب سوال، خود آمریکا که به فوردو ما حمله کرد مگه ما خالی نکرده بودیم؟ من خبر دارم، ریزش خبر دارم، ما خالی کرده بودیم اونجا رو. پس اگه ما جای خالی رو زدیم اون هم جای خالی رو زده بود. اصلا به علاوه میگه کشته نداد، مگه ما کشته دادیم؟ اصلا ما تمام تجهیزات و پرسنل انسانی رو همه رو خارج کرده بودیم. نکته بعدی، مگر اصلا بحث خالی کردن نیست، او تجاوز کرده، حتی اگه به کویر ما تجاوز کرده باشه ما باید بهش جواب میدادیم. نکته بعدی، بعضی چیزا اصلا قابل خالی کردن نیست. اونجا رادارایی بود که رادار چجوری بخواد بکنی ببری؟ اصلا بالاترش ترامپ اعلام کرده و بعضی از آمریکایی‌ها که اصلا ایران به ما اطلاع داد که ما می‌خوایم بزنیم. این خبر که کذبه. من میگم به قول ما طلبات سلامنا، اصلا ما به شما اطلاع میدیم که میخوایم بزنیم، نمیتونی 6 تا موشک ما رو، حریف نیستی که شما با بزرگترین و قوی ترین سامانه پدافندی رو داری. حالا اون وقتی اگه اطلاع ندیم چی میشه؟ این وضعیت آمریکاست. همونطور که شما ببینید این کارشناس ایرانی میگه که اگر وضعیت شما تا اون درجه باشد که ما شما رو خبر میدیم و علاوه بر خبر ما شما نمیتوانید سری راه موشک‌های ما را بگیرید، پس یعنی شما ادعای از اون نکنید که شما یعنی بر قدرتید. از همین جانب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، بیایید همین رو از طرف دیگر این رو ببینیم. بیایید به بی بی سی فارسی میگذاریم و از بی بی سی فارسی چند معلومات دیگر رو راجع به همین قضیه میخونیم. ما از بی بی سی فارسی خیلی سریعتر میخونیم و کوشش میکنیم که کوتاه و روشن به تمام بینندگان برسونیم. خب برمیگردیم به بی بی سی فارسی. دوستان گرامی، من به صفحه بی بی سی فارسی برمیگردم. همونطور که شما در روی اکران خود میبینید این بی بی سی فارسی است. اگر دوستان فارسی نفهمن عذر، ولی من کوشش میکنم که به شما ساده تر کرده بخونم. ما میتوانیم از اینجا شروع بکنیم، ببینیم که چند ساعت پیش است. خب این از روز گذشته است. خب به هر صورت
خب برمیگردیم به ادامه صدای انفجار در نقاط مختلف تهران و کرج. گزارش شاهدان غنی از شهر تهران و کرج حال که ادامه حملات اسرائیل به نقطه مختلف این شهر است. در تهران صدای انفجار پدافندی را در مناطق شرقی، غربی و مرکز شهر شنیده می شود. در کرج هم صدای انفجارهای متعددی شنیده شده، از جمله در منطقه فردیس. خب آتش بس میان اسرائیل و ایران، پوشش ویژه خبر تلویزیونی BBC. پوشش، خب اینجا اگر بخواید بریم پوشش خبر، ولی برای ما مهم نیست. اگر بخوایم هم تلویزیونی فارسی BBC ساعتی، خب بعدن اینو بعدن یک مقام ارشد کاخ سفید میگوید که ایران و اسرائیل با آتش بس موافقت کردند. یک مقام ارشد کاخ سفید به شبکه BBC آمریکایی که شریک کار BBC در این کشور است گفته که ایران و اسرائیل با آتش بس موافقت کردند. این مقام دولت آمریکایی گفته که دونالد ترامپ شخصا با بنیامین نتانیاهو در این باره تماس داشته و اسرائیل با متوقف کردن حملات علیه ایران موافقت کرده است. شبکه BBC میگوید که مقام‌های ارشد ایران موافقت این کشور و با آتش بس را تایید کردند. اینطوری که BBC به نقل از این مقام ارشد کاخ سفید گزارش کرده، آتش بس پس از آن رو داده که جدی وانس، معاون آقای ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه اوستو و ایتکوف سفیر ویژه آقای ترامپ در امور خاورمیانه با مقام‌های ایرانی از کانال‌های مستقیم و غیر مستقیم تماس برقرار کردند. خب این یکی از اخبارهایی داره. خب وزیر خارجه ایران: در صورت توقف حمله اسرائیل ما قصدی برای پاسخ نداریم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در حسابات در شبکه اجتماعی ایکس با نوعی تایید کرده است که آتش بس با اسرائیل از ساعت 2 صبح تهران آغاز خواهد شد. او نوشته است همونطوری که ایران بارها اعلام کرده است اسرائیل جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گفته آقای عراقچی مشروط بر این که رژیم اسرائیل تجاوز غیر قانونی خود را علیه مردم ایران را حد اکثر تا ساعت 2 صبح به وقت تهران توقیف کند. ما قصد نداریم پس از آن به واکنش خود ادامه دهیم و تصمیم نهایی در مورد توقف عملیات نظامی ما بعداً اتخاذ خواهد شد. او همچنان نوشته است که هیچ توافقی در مورد آتش بس یا توقف عملیات نظامی وجود ندارد. خب بیو میگذاریم بالاتر. عراقچی میگوید که عملیات نظامی نیروهای مسلح ایران تا آخرین لحظه ادامه یافت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که عملیات نظامی نیروهای مسلح قدرتمند برای مجازات اسرائیل به خاطر تجاوزش تا آخرین لحظه ساعت 2 صبح ادامه یافت و از مردم و نیروهای مسلح تشکر کرد و نوشت آنها تا آخرین قطره خون برای دفاع از کشور عزیزمان آماده‌اند و تا آخرین لحظه برای هر گونه حمله دشمن پاسخ دادند. پیشتر آقای عراقچی که اون چیزی که دیگه در پایان خوندیم دیگه این باره تکرارش نمی‌کنیم. ما میگذاریم به اخبار بعدی. شاهدان غنی از تهران: صدای انفجار و پدافندی از حدود 2 صبح قطع شد. و گفته شاهدان عینی در تهران به BBC فارسی از حدود ساعت 2 صبح با وقت تهران صدای انفجار و پدافند را در این شهر قطع شد و هیچ صدای درگیری شنیده نمی شود. این در حالی است که خب این شب خوندیم. کشته شدن یک مقام مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تایید شد. رسانه‌های خبری مختلف در این کشته شدن محمد رضا صدیقی ثابت یک مقام عالی رتبه مربوط به برنامه هسته‌ای را تایید کردند. روزنامه ایران که رسانه رسمی دولت ایران است گفته است که آقای صدیقی صابر شب گذشته در شهر آستانه اشرفیه در استان گیلان هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است. وزارت دارایی آمریکا 2 ماه پیش آقای صدیقی صابر را به اتهام تلاش برای گسترش سلاح اتمی تحریم کرده بود. همونطور که ما در اخبار پیشکی خوندیم یکی از دانشمندان اتمی بمب ایران رو در روز گذشته در حمله اسرائیل یعنی ترور کردن و کشتن. نماینده تهران در مجلس: اعلان جنگ و صلح از اختیارات راهبر است. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس ایران در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مطابق اصول 110 قانون اساسی یکی از اختیارات راهبر اعلان جنگ و صلح است. او
سپس نتیجه گیری کرده است که پذیرایش این موضوع در اختیار دولت مردان یا فرماندهان نظامی نیست. آقای رسوی گفته است که ترامپ ادعای پذیرش آتش‌بس توسط ایران را کرده، ادعای هم باور کردند. نماینده تهران در پایان هم گفته راهبر هم اعلام کردند نه به جنگ تحمیل نه به صلح تحمیلی. خب آژیر خطر در منطقه اسرائیل به صدا درآمد. همونطوری که شما میدونید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم خبر داد که 2 موشک به خاک اسرائیل از کدام طرفی حمله کرده شده که یکی از اونها هم یعنی به گفت اسرائیل از ایران بوده و ایران حمله کرده، چیزی که ایران تکذیب کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در پی شلیک یک موشک صدای آژیر در شمال اسرائیل به صدا درآمده است. هنوز رسما اعلام نشده که این موشک از کجا شلیک شده است، یعنی معلوم نیست. ولی دیگه قاعده جنگ معین است که اسرائیل بعداً معین میکند که این کی است. اسرائیل میگوید که آژیر خطر پس از شلیک موشک از ایران به صدا درآمد. همونطوری که شما میدونید معین است که دیگر به بار ایران کرده میشد. رسانه‌های تایمز اسرائیل به نقل از مقامات این کشور اسرائیل میگویند که در پی شلیک موشک بلاستیکی از ایران آژیرها در شمال اسرائیل و برخی مناطق جنوبی به صدا درآمده است. در صورت تایید انجام این حمله از سوی ایران تنها ساعتی پس از آغاز آتش‌بس توافق شده که قرار بود ساعت 2 صبح تهران با اجرای در پیاده این حمله رخ داده است. اسرائیل میگوید که هیچ گزارشی از اثبات یا مجروح شدن پس از شلیک موشک ثبت نشده است. گزارش ها از اسرائیل حاکی از آن است که هیچ گزارش فوری از آسیب یا جراحات ناشی از حمله موشک اخیر وجود ندارد. خب این اخبار است که اسرائیل میگوید که یک موج جدید موشک از ایران شلیک شده است. اسرائیل گفته است که موج جدید از موشک ایران شلیک شده است. ارتش اسرائیل گفته سیستم‌های دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال انجام است. برخورد یک موشک ایرانی به شهر برشهر. گزارش حاکی از آن است که یکی از موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به شهر بیرشهر در جنوب اسرائیل اثبات کرده است. تصاویر منتشر شده است که از رسانه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که این موشک به یک منطقه مسکنی اثبات کرده است. حالا همونطوری که گفتیم ایران رو تکذیب کرد، یعنی ما در رسانه‌ها خواندیم ایران رو تکذیب کرد که از سوی ایران بعد از آتش‌بس هیچ چیزی صورت نگرفته است. ارتش اسرائیل 6 موشک در مرحله شلیک شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که 6 موشک در موج از سوی ایران صبح امروز شلیک شده است. به گفته اسرائیل در مرحله اول خب این را ما خواندیم، ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک دیگر از ایران خبر داد. اسرائیل میگوید که بر اثر حمله موشک ایران 3 نفر کشته شدند. بهای نفت بالفاصله بعد از حمله موشک ایران کاهش یافت. نفت هم گران قیمت شد. قیمت نفت خب این را ما بر اساس برنامه‌های خب این را ما برگردیم به یک روز بعدی ما اینجا میگذاریم روز دوم. خب بیا اخبار را از پایان آغاز کنیم. از اینجا دونالد ترامپ اکنون آتش‌بس برقرار شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی ثروت نوشته است پس آتش‌بس اکنون برقرار شده است، لطفاً آن را نقض نکنید. 2 ساعتی پیش با اعلام یک آتش‌بس پیشنهاد نوشته بود که ظرف 12 ساعت آتش‌بس آغاز خواهد شد و در نهایت ظرف 20 چند ساعت محاصمه 12 روز میان 2 کشور متوقف می شود. خب اسرائیل میگوید که یکی از موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به شهر خب این را ما در بالا خوندیم. خب در حمله تروریستی دست کم 9 نفر کشته و 4 واحد مسکنی تخریب شدند. استاندار کلیون میگوید که در حمله تروریستی با استان اشرفی 9 نفر کشته. خب این را ما خواندیم. خب اسرائیل با پیشنهاد ترامپ برای آتش‌بس با ایران موافقه کرد. خب ترامپ از امیر قطر خواسته بود ایران را برای آتش‌بس قانع کند. خب قوای قضایی در حمله اسرائیل بخش از ساختمان‌های اداره و این تخریب شدند. خب اینجا یک کس پیوست شدن، یک بار ببینیم که کی است. مشکلی ما. سلام علیکم برادر، فرمایید مشکلی ما. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر سوزن خوبی؟ زنده باشین، زنده باشین. رحمت تشکر. موضوع درباره چی است؟ موضوع درباره اسرائیل و ایران و چی توقعات؟ ما فقط در اینجا معلومات میتیم از همین مشکلاتایی که
چند روز گذشت و چه اتفاق افتاد، چه اخبارها گذشت در همین اتفاقایی که اخیر افتاد و در آخر تحلیل خواهیم کرد که به ما و جامعه ما و جامعه جهانی این چه تاثیر خواهد داشت و تا کجای جنگ ادامه میکند. ولی در اول برنامه فقط معلومات میدیم و معلومات میگیریم اگر که بچه‌ها باشن که معلومات داشته باشن. بله خیلی خوب فهمیدم. چی گفتیم؟ در خلق عادی ما، در خلق کمبغل جبریده مهاجرایی که بالا 1 میلیون 1 میلیون بیشتر است، ما در چی در کره همین کره که رفته است ما باید افسوسداد کنیم، باید یک دیگر فهمی کنیم برای مشکلی خمون، مشکلی که توجیه از بیزوطن برآمده گرفته است. ما در مثال ما میفهمیم هر سکوند و مینوت این اینفورماسیون نوسته که در همه جا مثال رفته است، در همه جا اینا ما همش خوندیم، فهمیدیم، گوش کردیم. بله شما مثال یک چطور بگیم یک آدمی هستید که روی شد برنامه‌تون رو میبریم برای در خلق ما در مهاجرایی که کمش 1 میلیون زیاد است، این چی نیست. چطور بگیم این برنامه که شما در همین نوستایی که داده است در همینجا روی اکران در ما لازم نیست. در ما مشکلی ما توجیکا مشکلی مثال مهاجرا مشکلی که در روی وطن بیرون وطن رفته ما باید همین افسوسداد کنیم، همین برنامه را پیش بریم. همین ما باید یک قید کنیم که همین چی سیستم مثال گپ زدن من پروگرامون نبرایم. ما میفهمیم که هر کس پرابلم ما را در بین 30 چند سال چندین هزار مخالفان بود محکم کردن. ایران داعش رو کرد. ایران یگان مشکلی شما را مثال حل کرد نیکنش نکنید. یگان کار نکرد. پرابلم شما را خلق عادی ما میتواند انشالله وقت ساعتش یگان کار بود کرده تواند که با آن شرطی که ما باید یک جای کار کنیم بخیزیم در میرا. ما دا آواز هست ما دا؟ بله. برای ما میفهم برادر این برنامه شما که دستین این برنامه هر سکوند و مینوت در همه پلتفرم ها رفته است. در همه پلتفرم ها در همه جاش رفته است. ایره ما 24 ساعت ما دا پروست ای یگون چی نمیت نه یردامون میکنه نه یک خلق مهاجر مثال پیش میکنه یگون چی. شما یا مخالفی عادی برای خلق توجیکی که عذاب کشیده در روی دنیا ایمینه که بسیاری توجیکی که در تریتوری اساس فدراسیون کار میکنن زندگی میکنن مشکلی وزن دارن. شما یا اپوزیسیون هستین که شما باید پاستایانه ما شما رو مثال شما یک آدم خوندگی میفهمدگین ایما را مثال سوادتون میفهمدگیتون با مثال اهل کلتور گاو زدنتون با مثل توجیکو دیگه خیاست. بله شما مثال بسیار توجیکی رو خوندگی میفهمین ما مثال دیگه خیلی فکر دارم نه که ما توجیکم شما هم توجیکین بر نداره. ما باید یک برنامه کنیم که فقط افسوسدن مثال گپ زدن بین ما مهاجرا بین مخالفا چی باید کرد. بله ببین دوست گرامی ما در زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد ما برنامه داشتیم و در این موضوع مردم با خبر کردیم و از جنگ ها معلومات دادیم و مردم دعوت کردیم که به جنگ نروند و در اینجا خودشون خوش نکنن و این یک مفادی برای جامعه ما داشت تا پیشگیری کنیم از همین چیزی که مردم ما قربان شوند در همین جنگ ها. اگرچه مردم به گپ ما گوش نکرد ما میدونیم که حدوداً 8 تا 10 هزار نفر از تاجیکستان چی شهروند باشه یا غیر شهروند چی شهروند روسیه باشه چی اینه که شهروند تاجیکستان هم باشه در همین جنگ می‌جنگن از طرف روسیه و یا که از طرف اوکراین. یک دقیقه برادر بخشش یک دقیقه یک ثانیه میگم بولی 6700 چند توجیکی که هم گراژن روسیه را دارن هم نه گراژن هم مثل منطقه که مثل پاسپورت روسیه را دارن هم هستن که مهاجرایی که مثل گراژن روسیه نیستن بولی 7000 توجیک در تریتوری ای طرف روسیه ها در تریتوری روسیه و اوکراین تو است جنگ کردسته. شما میفهمید میتونید نه که برادر ما میلیون تا برنامه کردیم برای اوکراین هم گپ زدن سواتوش کردیم. پرابلم ما همه کی چوجی که ما ابسوردات ایران اسرائیل است ما میفهمیم میتونیم همش میفهمیم میتونیم در بین 30 چند سال یگان مشکلی آسان برای مهاجرا برای شما مخالفا شید یگان دولت ما کرد ای پشت ما شما یگان دولت گاو زد ای پشت ما تو یگان کس دست درازی کرد
Нет, конечно. Проблема ему факат чужой парасти меша, мефами. Дар ҳама ҷо мо бояд чужой парасти кунем? Нет, конечно. دوست گرامی گوش کنید. شما نمیگذارید که من یعنی پاسخ تأخیر بدیم تا اینکه که جوابتون رو بگیرید. ببینید ما در اون زمان همون برنامه رو انجام دادیم و از مردم خواهش کردیم که همین کارا رو نکنن و معلومات دادیم راجع به جنگ ها و تحلیل کردیم که جنگ ها چرا صورت میگیرد و چه اثر دارد و به جهان چه اثر میرساند و چه اتفاقی خواهد افتاد و به ما چه تاثیر دارد و عین حال هم همین فضا در ایران است. این به ما یک تاثیر خیلی بزرگی دارد. چرا ما این کار رو انجام میدیم؟ ببین اساسی همین چیز است که چرا ما این برنامه ها رو میکنیم، چی مفادی میبینیم در همین. ببین جنگ ایران و اسرائیل و اینکه بعداً امریکا کوشید برای ما بسیار بسیار مهم است، مخصوصا برای اهل متفکر و مردم ما که بدانند که چگونه یک کشور قدرتش تغییر داده می شود، چگونه یک کشور اول قدرت میاد در یک کشور دیگر حکومت عوض میکند و چی نقشه ها دارند و کیها را چگونه اداره میکنند و این چیزها باید به جامعه ما فهمانده شود. و اگر ما این کارها رو انجام ندیم، اینجا هدف پشتگیری ایران، پشتگیری اسرائیل، پشت گرفتن امریکا نیست. نه برادر، نه من نگفتم که بخشش نگفتم شما پشتگیری میکنید که همون سال نه ни в коем случае. فکر نکنید. هدف ما فقط یک چیز است، تو جامعه امروزه ما بخبر باشد. مثال عادی میگیریم، بچه پهلوی، بچه رضا پهلوی که فرزندی همون ایشان امروز در خارج کشور هستند و میخواهند بروند مثلا امروز با کمک هر کشور دیگر حکومت امروزه را بگیرن و اونجا بشینن. همونطور که شما دیدید از حمله اسرائیل چیکار کرد؟ به خاک خودش که اون تجاوز روشن است طرفداری کرد و گفت که من میرم باید این رژیم نابود کنم و در کشور خودم من حکومت جدید بسازم. یعنی اگر که مثلا در آینده همین گونه مخالف پیدا شود، تاجیکستان و تاجیکستانی‌ها باید چیکار کنن؟ یعنی ایرا باید کی بیاد بفهمونه ما نفهمونیم به اشاره که چونین مخالف در هیچ کشوری لازم نیست که با قوه نیروی خارجی بیاد در داخل کشور ته حکومت بسازد. با همون گونه که رحم و نفس بدتر از اون میشود و بهتر نمیشود. برای همین ما اینجا برنامه میکنیم تو از بازی‌های جهانی مردم آگاه باشن و تفکر داشته باشن که فردا ما رفتیم اشخاصی را دستگیری بکنن که با نیروی خارجی نیامدن. همین رو میفهمی منظور و هدف از برنامه و چیست؟ من همه دکتر شما را شاید نمیفهم گوش میکنم، من میدونم میفهمم. خیلی خوب قاید کردیم. بله چوا حکومت دولت جمهوری تاجیکستان ایمن حکومت رحمانوف بگیم یک برنامه نمیکنه که همه را روی شد روی اکران گپ زند برای همین چه که پرابلمی که در روی ایران و اسرائیل در دیگه مثال همون طرفا رفته است چو یگون برنامه‌ای که ندارن اصلا یک برنامه شما که همین روی شد تلویزیونی مثال یوتیوبی چخله باشه نباشه برای گپ زنان یک برنامه درست کنن چو همین رو مثال نمیگم برای چی حکومت رحمانوف امیرا نکدسته کار نکدسته مثال یگون برنامه‌ای که در بین همین قریب 10-12 چند کشید همین کار رفته است یگون برنامه ساز نکرد که یگون پلیتولوگا مثال پسیخولوگا неважно کسی باشه نباشه در دوری تاجیکستان در پیش تلویزیون مثال یوتیوب در یگون جا مثال постоянно همین پخش مستقیم مثال برنامه کنه گپ زنه که همین پرابلم را خلق مثال بفهمونه. فهمیدید؟ یگون برنامه نکردید. بله شما حکومت تاجیکستان هستید، بله شما یگون قدرت در تاجیکستان دارید، شما یک آدم عادی که مخالفی که در یک دولت روی اکران گپ میزنه ما و مهاجر مثال چت گوش میکنیم میفهمیم مثال ریاگیرود میکنیم آنالیزیرود میکنیم میدونیم میفهمیم گوش میکنیم. پرابلم ما ایمینه در همین روز شب ما میفهمیم میدونیم برادر شما خیلی با می قاید کرده نه که وقتی که دولت در دست شما مخالفا فرق نداره آدمایی که میفهمیدگی باشه تقدم ما میتونیم تریبوت کنیم مثال قبول کنیم شما پرسیم که چون شما یگون برنامه نداریم. پرابلم ما هزار تا شما برآمده برنامه کردین ایمینه شما استودیو شما مثال برنامه شما پول امید право خیلی پرام که برنامه کرده میره ما شما را یگون که دیگه گفته نمیتونم برای چی مثال پراف تلویزیون هم است دست شما چون حکومت رحمانوف یا برنامه نمیکنه میگه امیرا شاوروز ابسورجدات کنه پرابلم مثال همون جنگ دستش
3-4 کشور رفته است. به ایران به تاجیکستان ضرر میرساند این برنامه. او هیچ وقت نه ضرر دارد. ببین تاجیکستان اگر که چون یک برنامه را کند هر برنامهش به خودش ضرر میرساند، چون تاجیکستان با دولت‌هایی که اسرائیل سرمایه گذاری میکند همکاری میکند. تو میدونی که از اشخاص‌هایی که در بازار سرمایه گذاری امروز بسیار کمک میرسانند و تاجیکستان هم از این بانک‌ها قرضدار است. خب از کجا سرمایه گذاری میشن این آدمای پولدارها کیان؟ در رأس همون مبلغ گذاری در جهان امروز همون یهودی‌ها ایستادن. و اگر امروز تاجیکستان زبان باز کند و مخصوصا با این برنامه بخواهد مردم خود را مانند ایران در مقابل اسرائیل بشوراند، مطمئن باش که فردا کار میکند. فردا اسرائیل تحریم را در مقابل تاجیکستان جاری میکند که از جمله بانک‌هایی که با تاجیکستان امروز قرض دادن بسیار تاجیکستان در حالت بد قرار میدهند و هیچ وقت رحمانوف چیز را نمیخواهد. و علاوه بر این دولت‌های عربی که امروز هزارها میلیون‌ها پول در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند که همش امروز شوشه مثلا اسرائیل و یا اینکه دیگر کشورهایی هستند که اگر یک فرمان بتیان دیگر در مقابل تاجیکستان تحریم ایجاد خواهند کرد. حتی کشورهای همسایه ما را میتوانند بعضی هایش از اونجا منظور مردم خب دیگر این کشورهایی که به روسیه وابسته دارن، چینه، دیگر کشورهایی که کمی نزدیکتر به ما هستند، اونها را از دیگر جای دوره کرده می شود. به همین حالت یعنی به همین خاطر تاجیکستان نمیتواند چون یک برنامه را انجام داده باشد. و اگر در یک جز ما در یک گفتم من ناراضیم. برای چی شما گفتین که چی قدر میلیون هایی که عربا اومده در تاجیکستان از خود کردن برای خلق خودی چی فایده داره؟ برای خلق خودی که تاجیکستان پول بردگی دزدگی در دیگه ما دو چی فایده داره؟ این اصلا اینجا حکومت است که حکومت یک برنامه ها را نمیکند. به خاطر چی؟ به خاطر که فایده یعنی مفاد میگیرد. مفاد از کجا میگیرد؟ از همین جایهایی که من ذکر کردم. و این برنامه ها را که اگر بکند این مفادها قطع کرده میشن و خانواده رحمانوف از فایده چکار میکنند؟ محروم میشود. به همین خاطر این کارا را نمیکند. حالا خانواده رحمانوف از جمهوری اسلامی ایران مفاد میبرد یا نمیبرد؟ میبرد. به همین اساس یعنی چند سال اخیر با که روابطش با ایران بهتر شده است، به همین خاطر کمی یعنی ببین در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان یک مطلبی نشر شد، اگرچه او را در تلویزیون ها و در هر جا تبلیغ نکردن، ولی نشر شد که حمله اسرائیل را به خاک ایران محکوم کرد و حتی حمله امریکا را نیز به خاک ایران محکوم کرد. یعنی وزارت خارجه تاجیکستان این چیز کرد، اما این را خبری نکردن. چرا زیاد نمیکنن این کارو؟ به خاطری که ضربه میخورن، به خاطری که از این ایران یک فایده به همین نزدیکی گرفتن و فایده میگیرن، چون ایران واقعا هم کمک‌های زیاد میکند به تاجیکستان. مثلا تونل‌های بیپل ساخت، گسی بیپل ساخت در تاجیکستان. حتی یکی از رئیس جمهورهای پیشین افغانستان کرزی یک حرف زد که او حرف عینی حال هم هست. گفت که وقتی که ایران با ما روزنامه‌نگار سوالش داد که یگان کشور برای شما کمک کرد و از شما هیچی طلب نکرد، گفت اینجا یگانه کشوری که بارها به ما میلیون ها پول دادگی است و چیزی طلب کردگی نیست ایران است که واقعا از ما طلب نکرد. و همین طریق هم در تاجیکستان ایران چیزهای ساختگی است واقعا پول طلب کردگی نیست در برابر اونها. برادر اولی خیلی خوب من شما رو گوش کردم. 5 میلیون شما گام میزنه یا 2 دقیقه مرا متن شما. ما خیلی گفتم چی فایده داره ایران در تاجیکستان گس ایش؟ چی فایده داره به خلق عادی که به خلق پرستای ما همه جا راه رو همه جا پلاکی کردگن یسر هوی کردگن سوی دارم 24 ساعت ندارم امروز که بعد 2 ماه پس سویت میکشن. چی فایده داره در ما در خلق عادی 1.5 میلیون مهاجر داریم در همه روی دنیا؟ چی فایده داره 36 سال گذشت رفت دولتداری رحمانوف یگان فایده که ارزی که فایده که برای خلق عادی ما دارد کردگی است. یگان است مثال رحمت یگان فهمید که ما همه فایده داریم. نه اخی روز تو روز جبر است، ظلم است، روز تو روز سویت قیمت کردن چیکارای کردستیم ما در فر نداره. اگر کیتای امروز 1000 تا جای الکتریستان بسازه فقط سویت نتن ما در چی فایده داره؟ خلق فایده بینه نه رحمانوف نه اول رحمانوف. ما اگر 10 ایرانو بیان مثال 1000 چیزگه ساز کنه ما در خلق ودید فایده نباشه ما همه 40 50 60 سال رفتن بگیریم خیلی مثال ابسوردات کرده پروگرام چی سازوات کردن میگفتن ما در چی فایده داره برادر؟
کی جواب 1.5 میلیون مهاجر میده در بین 34 سال هیچ کی جواب کی 264 هزار در بین 34 سال توجیک مرد در تریتور روسیه گرفته از هیچ که فهمیده کی جواب میده قضا ظالم در مهاجر رفته هیچ که جواب دادن نمیتونه نه ماده برای چی که ما ولاس نداریم برادر فهمیدی ما در آن وقت است که وقتی که یک حکومتی که سازی باشه در خلق فایده باشه ما میتونیم یک سخن دیگه گفتم مثال سخن گفتم میتونیم ما دوز فکر میکنیم که یگان چی فایده نیست любой دولت ساخته است فقط برای اویلای گرد رحمان فایده میفهمید света میفروشه خلق ظالم کیسه штраф کیسه شکورو کدیسه ایدو بعد دو ماه پس ماه سپتامبر свет کشی سر میشه 6-7 ماه свет کشی سر میشه اگر 10 گیسو دیگه بسازن کو همو جابر همو ظالمی رفتن میگیره یگان فایده نیست خودت نم یک چرا بیاد یک خلق فایده شدی ایامو گیسوشون راهشون تونلشون همه جا رو پلی کردن تمام کردیم برادر و رحمت بله ببینید یک چیزی است که یک کشور فرقی نمیکنه چه ایران باشد هر کشور دیگه باشد بیاد در تاجیکستان سرمایه گذاری کند و سرمایه‌اش به خاطر ملت باشد و اگر که ملت از او فایده ببرد نبرد و ملت فایدهش طلب کند نکند این وابسته به همون ملت است وابسته به اون کشوری که سرمایه گذاری میکند به اون نیست چون اون کشور میاد کارش رو میکند و باید ملت حکومتش رو نگذارد که فایده ملت رو به نفع خودش استفاده کند این که حکومت فایده ما رو میگیرد این کار حکومت است و ما گناهگاریم در اینجا که حکومت میگذاره میکاره بکنه مثلا قطر اومد یک مسجد بزرگترین و بهترین مسجد در تاجیکستان ساخت حالا اینه که ما این یک سرمایه ملت است واقعا عین حال همین مسجد سرمایه ملت است اینه که امروز در خدمت رحمان و تبلیغ رحمان قرار میگیرد این مشکلی ما هست که گذاشتیم همین چیزا اگر ما فردا به سر حکومت اومدیم این مسجد در خدمت مردم که توریستا اومدن اونجا مدرسه بزرگ دارد دانشگاه بزرگ دارد و اون دانشگاه به کار اومد و دانش علم را مثلا دانشجو را تدریس کرد علم آموخت خب این به نفع مردم میشود و همین طریقه فردا اگر مثال بگیریم مثلا تا سال 2004 ایران با تاجیکستان بسیار نفت ارزان میداشت و تاجیکستان واقعا بیزینس تا سال 2014 ارزان بود تا زمانی که روسیه ناومد و ایران بیرون نکرد گفت نه من نفت میتیم بعدا نفت ما گران شد خب اینه که ما میگذاریم که مثلا نفت ما از روسیه خریده شود نه از ایران این مشکلی ما است که حکومت مجبور نمیکنیم مشکلی ما است که اجازه دادیم ایران مگر آماده نیست برای ما مثلا نفت ارزان تری بفروشد امروز بچین تقریبا بیپل دلار نفت میروه چرا با ما نتید در اساس یک سرمایه گذاری یک صحبت ما میتونیم از ایران از همه کشور ارزان ترین نفت به دست بیاریم و تاجیکستان از این مشکلات رها کنیم اینه که حکومتدارای ما امروز کار نمیکنن دادگریف نمیکنن این مشکلی خود حکومت است و از همه مهم مشکل مردم است که حکومت چیکار نمیکنه از بین نمیبره نابود نمیکنه سرزنش نمیکنه و نمیگذاره که به حقوق مردم پایمال نکنه خب نمیشه در بار دیگرو کرد به همین اساس نفع ایران بسیار بزرگ است در تاجیکستان با هر حکومتی نیاد ما در داخل ایران دخالت نمیکنیم که ایران حکومتش کی باشه ولی مفاد ایران در جامعه ما به حد زیاد است و فقط اینه که ضرری که ایران به ما میرساند این از دیدگاه مذهبی است که ما سنی مذهبیم و ایران هم درس‌های دارد درس‌های عقیدتی که این چیز ضرر میرساند به جامعه ما جامعه ما را دقت‌بایی میکند و این چیز بسیار ضرر میرساند که عاقبت بسیار ضررهای جدی میرساند به جامعه ما چون اختلاف مذهبی از همه بدترین است که به یک جنگ شهروندی و یک جنگ طولانی مدتی میرساند این چیزی است که ایران میتواند در ما یک اثر یعنی منفی بگذاره ولی دیگر چیزهای مثبت هست که اگر یک حکومت مردمی باشه که بتواند خانه بگرداند طرف دیگر که شما در این سمتا دخالت نمیکنید و اگر شما کمک کردنی باشید در سمت فرهنگی که ما زبانی مشترک داریم در سرمایه گذاری که شما مثلا بیشتری نفت داره که شما میتونید برای ما ارزان بدید شما مثلا امروز میتونید بهترین دخترها از ایران میان در تاجیکستان کار میکنن مثلا بیپل توابت میکنن میروند مثلا همین نزدیکی برین چندین اشخاص در تاجیکستان از جانب همه ایرانی‌ها بیپل چیکار کرده بودن جراحی کرده شدن فایدهشو به مردم رسید میآیند کار میکنن میروند هزارها خدمتاشو میرسن ما در چندین مثلا در علم پهبادی امروز هزارها درون در تاجیکستان امروز میسازن اینو ما وقتی که قرقیزستان به ما حمله کرد
ترکیه از اوش گفت من قرقیزها را کمک میکنم. اولین کشور صدا بلند کرد کی بود؟ ایران بود. مهم اون نیست که حالا ایران با دیکتاتور از در سر حاکمیتش، مهم که صدا بلند کرد. به همین خاطر ما باید وضعیت جامعه تاجیکستان و وضعیت جهان رو نگاه کنیم که در پشت ما کی میایستد در صورتی که روسیه از ما دست بکشه. ما هم طور دیدیم که روسیه پشت همه را خالی میگردونه. فردا اگر یک کس به ما حمله کرد، مثال میگیریم قرقیزستان با کمک ترکیه، کی در پشت ما میایستد؟ قرقیزستان هم همون بعضی روسیه را داره، ما هم داریم. پس روسیه دخالت نمیکنه. کی پشت ما را میگیره؟ چین پشت ما را میگیره؟ نمیگیره. روسیه پشت ما را میگیره؟ نمیگیره. امریکا پشت ما را میگیره؟ نمیگیره. ازبکستان پشت ما را میگیره؟ نمیگیره. کی در کنار ما میسته که همون دولت خودمون را حفظ کنیم؟ یعنی ما از دیدگاه یعنی جهانی، مشکلات جامعه جهانی، ما بخواهیم نخواهیم وابستگیمون و ارتباطمون باید با ایران قوی بکنیم. هر ایرانی نباشه، ایران امروزه است، ایران بعداً حالا حکومتش عوض می شود، هر ایرانی که نباشد. ما نباید که این چیزا رو در نظر نگیریم که ما از این طرف در اطراف طالبان احاطه شدیم، از این طرف در اطراف دولت‌های ترک زبان احاطه شدیم. هر کدومش میتواند با ما حمله کند و ما یک کشور خوردیم و میتواند ما را بخشون نزدیک کنند. به همین خاطر ما تمامی طرف‌ها را باید تحلیل کنیم و بر اساس این تحلیل چیکار کنیم پیش بریم. ما وقتی برنامه میکنیم این موضوع را صحبت میکنیم که برادرو ما چی مفاد داریم از این کشور و برای چی صحبت میکنیم. امروزه ضعیف شدن ایران به ما چی ضرر میرساند و چی فایده میرساند. اینا باید مردم ما باید بدونن. و مثال دیگری که گفتیم، ما اینجا صحبت میکنیم، ما عین حال فایده اساسی که ما میکنیم چی است؟ مثال میگیریم امروز در ایران، مثلا در زمانی که صدام حسین به ایران حمله کرد، حزب مجاهدین ایران با کی شدن؟ با صدام حسین اتحاد شدن و در مقابل ایران جنگیدن. امروز از حزب مجاهدین ایران سر صدا وجود داره، هیچ کس اونها را نمیشناسه و احترامشون هم نمیکنه. چرا؟ چون با دشمنان نزدیک شدن و اومدن به خاک خودشون حمله کردن. و امروز هم مثلا فرزندی شاه قبلیشون مثلا با اسرائیل اتحاد شد و در مقابل کشور خودش جنگیده شده است و مردم هم میگوید که برای در مقابل کشور بجنگید. و همین گونه یعنی میتواند مخالف ما کار کنه. فکر میکنی در مابین ما مخالفایی نیست که امروز آماده است مثلا با طالبان یک شب را در مقابل تاجیکستان بجنگه؟ فکر میکنی همین خیلی مخالف نیست؟ یا اینکه با کیتا یک جا شب را در مقابل تاجیکستان بجنگه، یا با امریکا یک جا شب را در مقابل تاجیکستان بجنگه؟ براش مهم وظیفه است، قدرت است، براش مهم مردم نیست. در مخالفان هم اینگونه اشخاصان مهم وجود دارد. پس باید ملت این چیزا با خبر بشه و یا نشود. از همه فکر مهمی همین است. برادر خیلی خوب قای کردن درجه. ما چی گفتنیم برایش که اولش که ما سخن گفتیم که برایش که قطر کدام دولت اومد در تاجیکستان مسجد راست کرد و این چند هزار دلار که مثلا مسجدی که آدم که جایگاه میشه نمازشون میخونن، بله همین مسجد در بین چند سال راست کردن. در بین خیلی سال شد. گذشت وقتی که یگان چی ویگ درآمد رحمانوف نداشته باشه، یگان دولت بیراه نمیتونه برای درآمد خودش، برای ویگی که در همین تریتوری خودش اولاد خودش نباشه، یگان کمپانی دیگه دولت رو مثلا نمیتونه. اول رحمانوف برای خودش فکر میکنه، برای خلقی عادی که در تاجیکستان زندگی دارن، مثلا وطنشونه، برای خلق عادی یگان چیز فایده نیست. ما شما خیلی خوب کار کردین. چی گفتن؟ درونایی که در دوره تاجیکستان در دوره دوشنبه در جای باشن سبیرات میکنن، جمع میکنن، پشه 70-60% هم درونا برای روسیه فروخته میشه. بیرایتون نبروین. آدمایی هستن که در این سیستم کار میکنن. ما لیشنا فهمیدگیم که هم درونایی که می سبیرات میکنن روسیه و ایران میخره و یا کنترکت بستگان خاطر ایران چیکار کنن. گپ در چی هستند؟ همه قصول رحمانوف 30 چند سال شد در ولایت در تاجیکستان ولایتی داره. اگر صدها میلیون در هم تاجیکستان چیکاره که کنن؟ завод میکنن، فابریکا میکنن، самолет سابیران، رکت مثال جو سبیرات جمع میکنن برای همین چی کردن. یگان چی فایده برای خلقمون ندارد. شما گفتید که گاز یکی جیجن گاز یکی مثال از طرف ایران
آورده شد بعد روسیه آمد گرفت. نه اینجا دیگه پرابلمه، اینجا پرابلمه. رحمانوف خطی کسی شهرنامه بنده رانه بازه مثلا وقت ساعتش میشه او آدم پشیمان میشه. خطی رحمانوف فهمیدید برای چی به حد زیغری به حد коррупция در تاجیکستان سخته. بسیاری دولت‌ها دو وигодно نیست تاجیکستان رو کار کردن برای چی و یا مثال налоговый калон دارن دزدی میکنن فهمیدید فایده ندارن برای جماعت ما برای ملت ما یگان فایده آوردگی نیست. برای چی که چی مثال یک آدمی که میاد تاجیکستان چه آوردی میکنه چهار خلق چهار آدم آوردی برای کار کنه در همچی اول رحمانوف برای فکری خودش میکنه که چی کار کنه. رحمانوف یگان وقت نمیخواد که دولت‌ها نیست که برادر این مشکل او دولت‌ها نیست. امروز این مشکل ما و حکومت است. شما قید کردین یا برنامه دیگه دا گفتین که اگر وطن تاجیکستان در دست ما مخالفی باشه ما همین کارو میکنیم که همین کار. شما یا برنامه دا گپی زور گپ زدین برای چی همین گفتی شما را رحمانوف نمیکنه 30 و چند سال روز فقط 40 سال میگذره. برای چی رحمانوف یکنش که یک کس در تاجیکستان راه دادن و آدم میترسه فهمیدی هست بسیار کمپانی بسیار چی هست رحمانوف ویگدی خودش مثال فایده خودش فقط میکنه. بگذار که با همین رحمانوف ما به طور دیگر میگیریم با همین رحمانوف حاضره همین سرمایه گذاری که در تاجیکستان میآید بازم به ملت کمک میرسونه. من چند مثال میزنم خودت با این مثال های مرا چی کمک رسوندگی است چی کمک مثال چی فایده برای خلق آوردگی مثلا همین مسجد را که ساختن امروز چندین توریست ها میروند و مبلغ با چند سال هم مسجد ساختن فرق نمیکنه در اون مسجد یه لحظه صبر کنید که من براتون بگم وقتی شما قد میکنه نمیشه. ببین اولا اینکه در این مسجد چندین کارگر تاجیک کار کرد اینها معاش گرفتن این یک نکته. دوم عین حال چندین نفر دیگه در این مسجد کار میکنن معاش میگیرن این دوم نکته. سوم نکته وقتی که ایران در تاجیکستان پهپاد میسازد دانش سازش پهپادی را به تاجیکستان و تاجیکستانیان میتیه تجربه میآموزد. وقتی که مثال عادی میگیره وقتی که اون اومد به تاجیکستان که معلومش بعد از جنگ شهروندی زیاد بود و برای تاجیک‌ها همین پوهای پلاسماسی و این گونه چیزها را میساخت در تاجیکستان براشون میداد آماده میساخت. وقتی که همینا حدود 10 سال در تاجیکستان ایستادن تاجیک‌های داخل تاجیکستان سازش همین چیزا علمش آموختن از همونا و حاضر خودی تاجیک‌ها که با همون اون کار میکنن در داخل تاجیکستان چه کار میکنن همین چیزا رو میسازن و خودشون به تاجیک‌ها کمک میکنن. اگرچه کم کم فساد میگیرن رنگی مثلا اون خارجی‌ها نیستن که مثلا فساد نگیرن ولی تجربه و علم را آموختن. این کمک میکنه این کسب می‌آموزه به جامعه و همین پهپادهایی که ایران امروز هستن در تاجیکستان چیکار میکنن کمک و تجربه و اقتصاد بالا میبره. مثال دیگر بلاروسیا مثلا تراکتورهاش به تاجیکستان برد در تاجیکستان چیکار میکنن صبرت میکنن این علم و جای کار به مردم ایجاد میکنه. ترکیه اتوبوس‌هاش به تاجیکستان برد صبرت میکنن این در تاجیکستان چیکار میکنه اگرچه به اقتصاد اون کشورم کمک میکنه ولی به تاجیکستان چه کمک میکنه تجربه و علم و جای کار تولید میکنه. این چیزها مفاد است فایده است. بله برادر یاد دقیقه در گس روغون ما آدمایی که میشناسم میدونم کار کردم سالش کرد 3000 آدم بین نیم سال 6-7 ماه یگان اویلیک یگان مبلغ به دست آوردن نتونستم فهمیدید بین بهت فریبگاری بسیار شد تیانید کردم مثل دور دراز کردم اویلیکشون مبلغی که به همو به دست میارم برای همو اویلاشون مثل خوراندن فهمیدید 3000 آدم یک جای شوخی نیست. ما آدمایی میدونم که در دوشنبه همون قدر بینایی که میسازن قریب 4-5 ماه اولیکوشون نگرفتن. ما آدمایی که میدونم که در دیگه جا کار کرده کن اولیکوشون گرفتگی نیستن. در تاجیکستان هزارها مشکلی در آن نیست در آن نیست که امروز ما ایش آمد ای آبادی کردن فایده در خلق چی است در عادی خلق اولیکوشون نمیتیان ما دیگه چی فایده گیریم ایوان آدمایی که هستن کار میکنن شما من در باره گس روغون سرمایه داخلی قد ساختش است اگرچه عین حال از این طرف قرض میکنن ولی اون چیز به سرمایه داخلی است. ما در موضوع معین مشخص گفتیم که امروز تراکتورها در تاجیکستان از بلاروس برده شدن و
صبرات کرده که ساخته میشوند. اتوبوس های ترکی و تاجیکستان رفتن، در تاجیکستان صبرات کرده میشوند. بله همون اتوبوس که جمع کردن مالیات میسپارن، همین کارگرا معاش میگیرن، همین کارگرا علم میآموزن. نه علم میآموزن، علم چی میآموزن که همون مثال زبچه تایار میاره میمونه در توستان جمع میکنن، تمام نمیکنه. همین دونش است، همین خودش همین ماشین بله ما چی گفتم یگان کارگر اتوبوسی که در دوری دوشنبه کار میکنه اولی که کلام نداره، یگان نه دولتی نه شخصی یا اولی که کلام نداره، یگان چی برای وبایلا برادر شما خیلی گپاتون قبول کردم، نه که خیلی گپاتون من نفهم. امروز برنامه شما یا نمود برنامه که دستین که بوده رحمان داریم استیم چند سال چی کارا بودی کرد خیلی دوال نفهمید. من ببین من اینجا بین حکومت و بین مردم گناهگار نکنیم. امروز اگر یک کشور خارجی میاد سرمایه گذاری میکنه و سرمایه دزدیده میشه و از ملت گرفته میشه و اینجا دولت خارجی را نباید اتهام زد، متهم کرد. در اینجا باید ما خودمون مردم و حکومت باید متهم کرد که چرا با هم دیگر اون مدز نمیگیره این دیگری خب میکنه. مانند این میشه که مثلا یک نفر میاد با تو تلفن پدرکم میکنه، توفه میکنه و من میام تلفن تو دستت میگیرم، تو زورت نمیرسه، خاموش اختیار میکنی. همون کسی که بطر تلفن توفه کرده او گناهگار است یا که من تو گناهگاریم همینجا؟ نه کسی که مرا که مثلا اون چیزی که فرما چیزی که ما بیارم مثلا ای تهدید دیل پدرکه کنم بله جمع گناهگارم مدام که دست ما میگیرم مدام گناهگارم. انا برای همین خاطر اینجا من هدفم این نیست که من اینجا رحمانوف تعریف کنم. هدف من اینجا این است که ما اینجا نباید خارجی را مفاد فایده که به تاجیکستان میارن کم ببینیم. اینجا از همه چیزی که ما ضربه میزنیم خودمون و حکومت است. حکومت میگیره ما خاموشی را اختیار میکنیم. یعنی اگر من بیام تلفن را که به تو توفه کردم بگیرمش، اینجا هر من گناهگاریم کو تو برای خاموشیت که به هیچ نگفتیم تلفن تا همین پرابلم در تاجیکستان 34 سالشی دوام داده است. پرابلم دزدی تقسیم کردن بین ما و تو همین پرابلم رفته است. در اینجا نبود. من وقتی که ما میگیم که مفاد وجود داره فایده میرسونن مردم، یعنی وقتی که تلفن آوردن در دستت دادن من تلفن از دستت گرفتم، یعنی هم تو هم تلفن در دستت بود که 4 سال استفادهش بردی. یک استفاده برای یک چیز مثلا فایده باک از قبل زدی، شاید ازون کار کردی، یک چیز فایدهش میوید. به همین صورت یعنی ما اگر میگیم که مفاد وجود داره، این نه اینکه 100% به جامعه هیچ کمکی نمیرسونه، به جامعه میرسه ولی از دست جامعه میکشن میگیرنش و جامعه خاموشی را اختیار میکنه و اینجا گناهگار جامعه است. بله نه شما گفتین که به همون جامعه میاد، از جامعه با کشیده میگیرن. فایدهش نیست در همین روزایی که دولتی که در حکومتی در دست رحمانوف است، فایدهش نیست برادر. آدمایی که اولی که میگیرن 1000-2000 سومونی با میان جبریمت شو میکنن، نه لوکشون کاورو بالاشون کارایی که در سرش داشته. آدمای اتوبوسایی که در دوری و دیتیلایی که در دوری دوشنبه اتوبوس کار میکنن یک لقا چون زاپراوکا میکنن، یک چون مویکا میکنن. چی فایده میخواد؟ بیا من به طور دیگر مثلا روسیه یک دانشگاه اسلاویانی داره در تاجیکستان که سرمایه‌اش از روسیه و این دانشگاه هر روز یعنی متخصص میسازه و همین متخصصا مثلا بر خارج کشور کار میکنن و مفادهای زیاد میبرن. مثلا در خارج کشور امروز هزارها دانشجویی هست که در همین دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان تمام کردگی. آیا در همین جا مفاد روسیه به همین تاجیکستانی رسیده است یا نرسیده است؟ فایده دارد. بله، یعنی اگر خودت بخواهی نخواهی مفاد هست، اما این مفاد در بعض حالت‌ها یا در بیشتر حالت‌ها دزدیده گرفته می شود، در بعض حالت‌ها میمونه. همونطوری که گفتم مثال تجربه سازی ماشین یا اینکه حتی امکان یک معاش کمی که از همونجا میگیره همین فایده مردم هست. بله بس یک سوال بله ما شما خیلی کرد یک سوال ما شما چون ما مثال با چیش بگیریم ده خیلی چیز خوب داریم ده خیلی انگشتای خیلی مثال مخصوصاتی که در تاجیکستان مثال برآمده میشه در کانونی که هستن. چون تاجیکستان در بین 30 چند سال هوای را
تیار نکرده خامش میفروشه. شما پختره خام کرده پختره مثل ای پخته 1000 چیزا لاتا مثل ریشتا ای پخته 1000 چیزا تیار کرده میشه. اول خامش میگیره میفروشه. شما مثل دیگه متال اوهان دیگه چش همه رو خام کرده میفروشه. تو است تیار نمیکنه. چون فابریکه زاود تیار نمیکنه. کادر نداره کادر. با همین خمور افهمی و با کادر بگیم رحمان هر برامج کادر بتسته و با برای کادر کار کردن در کروکی کی ویدا واتای این خود یا برادر کادر یا برادر کادر که خوندگی که مثال تمام کدگی که جوری تمام کدگی و نداره رفتی در اگر در پوزیشن در سیگریت میکردن اولیت بالون میکردن یگو مخای پوزیشن نمیرفت نه این کار با خارجی هیچ تعلق نداره. این چه ضربه این چه کار داخلی خودمون است که ما گذاشتیم این کار که تمامی چیزای مواد خام ما برای کادر تیار کردن رحمان باید 24 ساعت کار کنه. یعنی اینجا مشکلات حکومت است. مشکلات اونی است که با جامعه ما یعنی علم نمیتیه. علم میگیره از جامعه تو جامعه را اداره کنه. جامعه به علم میشه اداره کرد. جامعه علمدار نمیشه. به همین خاطر یعنی امروزه را حکومت رحمانوف ظلم میکنه. تمام تلاشا رو میکنه که علم از جامعه برداره. مردم و دانشمند نسازه. چون دانشمند هیچ وقت زیر ظلم حکومت رحمانوف قرار نمیگیره. یک دانشمند میره و میره در خارج کار میکنه. چون در داخل تاجیکستان چی کار کنه؟ به همین اساس یعنی کادر باید در داخل باشه. ما این کادرها رو نداریم و رحمانوف این کادرهای ما را اگر هم داشته باشیم از داخل کشور خارج شو کرده است یا که زندان شو کرده است. رحمانوف невыгодно که همون استثماری که در تاجیکستان невыгодно якимش که برای کار کردن در کار завод و فابریکه که آلومین خام کردن میفروشه. همون آلومین 1000 چیزا میتونه که فایده تیار کنی فایده کنی دیگه داوود بفروشه. آیا پخته که اودیه که در همه جا رسمی سال میبره 1000 ماتریال ساخته میشه. کачественный اودی کачественный مثال بود شطور میشه. آیا مثال کمستانگ فرق نداره. آیا مرمر 1000 چیز در تاجیکستان هست که میشه او کدا سوز کدا مثال کدا همین فابریکا را 30 سوشی зашрафтесиш ما گفتیم کادر نیستای. کادر نباشه тогда دلیلش ما رحمان چیز داره. شما گفتین که دیگه دولت میاد ما د فایده ما د این فایده در کار نیست. ما د فایده خمون محصولات خمون باید فایده در تاجیکستان باشه. ما باید چیره خام کردن نفروشه. ما باید создавать کنیم лучшие организации, лучшие ученые, лучшие профессоры کنیم که تیارشون کنیم، اولیکشون کنیم، налогشون پاس کنیم، خونهشون کنیم، любой کار کنیم. 1000 تا باید ما در بین 30 سال تیار کرده میشید که ما باید فابریک زاود ای دیگه دولت‌ها مثلا ما کنترکت می‌بستیم تیار می‌کنیم که امیر ما خودمون تیار می‌کنیم می‌فروشیم دیگه دولت‌ها رو با نرخ قیمت. فهمیدید؟ رحمانوف زدگی ما اوترا اوچونی رو فهمیدید؟ رحمانوف فایده‌ش می‌بینه خام می‌فروشه پولش می‌گیره. خام فروختن پولش گرفتن آسونه. فهمیدید؟ خیلی فرض کردیم که فردا یک آدم دیگر از همین مخالفان با یک کشور دیگر سرجم میشه، اتحاد میشه و او سرمایه گذاریش میکنه و مانندی مثلا امروزه که به ایران حمله کردن و تاجیکستان یا حمله های پهپادها را میبینم پیشرفته میره و میزنه قصر ملت به خاک یکسان میکنه، تمام ویونی بازها را میزنه و مثل الجولانی میاد در داخل تاجیکستان مثلا حکومت بیرون میکنه و حکومت خودش تشکیل میکنه، حکومت موقتی و همون خیل یک حکومت دیگر میسازه. فکر میکنی تغییرات با میان میاد؟ ما نگفتیم که پرابلم ما نگفتیم که ما باید همین کار کنیم. من نگفتم که ما فکر من میدونی چی است که ایران باید همین چاپا کرده شود. نه، ما دیلم برای خلق عادی ایرانو میسوزه، برای چی جابجا خلق عادی میشه در این جنگ مشکل برونایی که میشه خلق مثل پراستوی آدمایی که دیکتاتوری هستن و با پای زمین روسشون میبرن. برای چی ما گپ در اون است که سیاست ما اوتا هر خلای فکرت دیگه خلای. من نگفتم که من نمیخوام که یک موسر تاجیکی زنی تاجیکی مثل ابو خار در وقتی که یک انقلاب میشه نریزه یگان چاپا گرده نشوه. میدید پرابلم ما در خمون در بین سیاستی مخالفان و مهاجران به حد بسیار ما نمیتونیم یک دیگر فهمی کده. فهمیدید ما پرابلم های دیگه آدم رو گفتیم که ما уже проблема رو رشینو مثل ما همه کاره دیگه ما برای چی همین را دوام داده میکنیم. ای همه سیستی
систи политика мисол систи сиёсати мо ҳамаи ки просто мо обсуждат мекунем як каса мисол гуфтан мегирем фаҳмидӣ мо ягон чизи тайёр карда натонистем байни мухолифу байни мисол мухолифу байни муҳоҷиру байни дигар одамо фаҳмидӣ вақте ки мо давлата озод кардем бародар хеле дар як барнома хеле гапҳо мо гапҳои дара гӯш мекунем қайд кардӣ вақте ки давлат дар дасти одамо бара ба мисол биёя ҳам вақта меша ки мисол чиқа бигум ягон барномаи зур саздават кунӣ меша ки мисол кор карда шава барои тоҷикистон обод кардан обод майла барои тоҷикистон пеш бурдан мисол халка бедор кардан халка мисол дастгирӣ кардан доштан ҳама чи пеш бурдан тоҷикистон барои вақте ки мо диктатура мисол байн бурдем барои камушта 5-15 сол кор кардан громи аз ман ба назар лампочко бисёр дар чишмон зада истен камакак чишмон дар карда истен аз бародар узр мепурсам бародар мо чанде суҳбат кунем рафтан мегирем ман ҳадаф аз барномаро гуфтам ки мо агар ки имрӯз барнома мекунем ва ҳар як барномаро вобаста ба маълумотрасонӣ ва ҳадафи мо як чиз аст тағйири фикри мардум тағйири фикри ҷомеа ба ҳамун диде ки мо мехоҳем дошта бошад ки дар ояндаи тоҷикистон як кас бо нуфузи хориҷӣ наёяд дар дохили ватани ма бута ҳикмат бикунад ҳамун тариқе ки эмомалӣ раҳмонов бо танги тӯбаш аз ӯзбекистон тарафи тоҷикистон гузашт омад ва фардо дидем ки чикор кард дар душанбе ҳаматонро ба қатл расон ва пас фардоша дар душанбе парчамша боло кард ва ҳама парчами эмомалӣ раҳмонова боло карданд ва ҳамин гуна дар ояндаи тоҷикистон сурат нагирад масалан фардо як нафар аз ҳамаи хориҷ бо нуфузи ҳар касе ки дар тоҷикистон рафт дар рӯш туф кунанд ҳамин тариқе ки ирониҳо имрӯз дар дохили ватани худшон иттиҳоданд мегӯяд ки мо фарқ намекунем бо ҳар касе ки боша ҳаминҷа дар дохили ватан иттиҳод мешем ва намегузорем ки касе ба мо ҳамла кунад зиёдш ҳамин ҳарфа мезананд албатта дора каматам вале истодан ту диди ки ҳеч тазоҳурот нашид ҳамлаи хориҷиро ҳеч кас дар дохили ирон напазируфт ва ҳамин гуна ман мехоҳам дар тоҷикистон боша ки вақте ки агар мисол мегирем дар замоне ки қирғизҳо ба тоҷикистон ҳамла кардан мо барнома доштем дар ҳаминҷа дар ҳаракати сиёсии гурӯҳи бисёр будро ман тақрибан зиёда аз мо омодаем бо ҳамин эмомалӣ раҳмонов иттиҳод шем вале бирам дар муқобили душмани хориҷӣ биҷангем ҳатто аз ҳамин мухолифу одамҳое пайдо шиданд ки аз қирғизҳо пил гирифтанд ҳаминро мефаҳмӣ аз мухолиф одаме пайдо шид ки аз қирғиз пил гирифт то ине ки дар қатори оно бошад чун оно кӯмак мекунад бирем тоҷикистонро бигирем фикр мекунӣ қирғиз дилиш ба тоҷик месӯзад ё ки исроилӣ дилиш ба иронӣ месӯзад дар баъзе ҳолатҳо бале сиёсат аст бояд бозӣ кард вале ҳеҷ вақте мо бояд ба он ақидае ки кадом хориҷие меояд фақат ба хотири мо кор мекунад ҳеҷ имкон надорад ҳеҷ чиз мо бояд мардуми мо чиза бояд бахурдор бошад агар раҳмонов хубу бад аст бояд ӯ хубии бадиша мо бикашем хуб аст мо бояд хубиша дошта бошем бача бояд бадиша мо дошта бошем беруниш карданӣ бошем бояд мо беруниш кунем монданиш бошем бояд мо монданиш бошем ҳеҷ кишвар ва ҳеҷ ҳукумати дигаре набояд дахолат кунад дар умури мо агар зӯрмон мераса 10 миллионем бикунем агар зӯрмон намераса ҳеҷ вақте ба ҳукумати хориҷиҳо набояд ин кора бикунем ҳадафи ман аз барнома ҳамин аст ки дар оянда ман бо набинам ки як ҳукумати дигар ба зӯри як ҳукумати хориҷии дигар биёяд бо 20 солига дар муқобили ҳукумат истанд ин ҳадафи ман ин ҳамин аст ки мардум ва бинандаи ман фикраш андешаш озод бошад ҳадафи шумо ҳамин аст ки халка ҳар рӯз бедор кардан дар кор халки хумон бояд проблемаи хумон дар байни хумон дар дури ватан хумон решат кунем тамом дига ягон қисмат дар кор нест бале мо дар ягон одам дига одам омад ва дига мисол одолжение мекунад бод проблема бисёр мешавад фаҳмиде дига любой давлате ки камтарак мисол экономия сильнее боша мисол оппозиция сильнее боша ёрдам мекунад баъд вай ба мушкили мисол ба тамоми бисёр мешавад ин сиёсати ҳозира ҳамин хелай мо ҳадафи мо шумо чи аст ки мо бояд халка бедор кунем халк ҷамъ шавад проблемаи хумона дар байни хумон мушкилимон хумон ҳал кунем як мисол як давлати дигар мисол як давлати чиқа бигум дилпир я давлати озод я давлате ки боша ки халк ризо бошад барои ва халки мо ховай халки мо тарсончакай халки мо сиёсата надорад халки мо акибшина халки мо рафтан бигирид намедонам чӣ гап мешавад то кай ҳар барномаи шумо бедор кардани як миллати мо як тоҷик як апа хуар фарқ надорад
قدری که سیاست هم قدر بسیار رفتن میکنه ان شاء الله کسی بدور میشه میفهمه میخونه نه که خلق ما خوب است مشکلی در سر خلق توجیک همین خیلی بسیاره که با همین توقعات کرده برده است نمیگه سیاستش слабый значит میترسه نمیدونم ترسونچکش بسیاره برای من با ترسی قطعی یگون کار کرده نمیشه یگون کار کرده тем более که همین روز وقت زد شما прекрасно میفهم میدونید کار ما проблема ما خمونای проблема بحد وزبین خمونای ما باید همین یک جا شده یک مش شده خسته требует کردن по-хорошему по-плохому тогда мы अगर безебам мисол создавать килим бихезим инқилоби безеб килим проблема хмунай барои чи дальше мы хмун ҷавоб дода метонем байни миллати хмун байни мухолифон фамилия дига давлат бо агар тара мисол ёрдам киле саро муттаҳам меша бо одолжение када гуфти чи бо хеле дига хел меша фамилия он мефаҳмид сиёсатот кор кардестин ҳар рӯз мисол чи мефаҳмем гӯш мекунем мехонем медонем просто халқ хобай 10 миллион ладна 2-3 миллиони ҷавонони тоҷик хоҳара бо ҳама хован тарсончак золиму антаричка чоплус шида рафтестин ман намедонам оё ватан дӯстам ой ки чоплус шидаган чӣ шидаган ман ҳеҷ намефаҳмам мо ихе сиёсат пеш бурда наметонем صدای ما هست برادر؟ بله صدا هست؟ صدای ما هست؟ صداتون هست برادر مشکلی ما صدای ما هست؟ صداتون هست صدای ما هست؟ بچه‌ها صدای ما هست در یوتیوب فیسبوک اگر صدای ما باشه برادر رو بنویسین عذر میپرسیم بچه‌ها صدای ما هست بچه‌ها در یوتیوب صدای ما هست بچه‌ها در یوتیوب صدای ما هست بله برادر اسد تشکر صدا هست زنده و سلامت باشه برادر رو بخشش من مشکل اینترنت دارم و گاه وقتی همین مشکلات رخ میتیه و اینترنت ما قطع میشه و از همه شما عذر میپرسیم ما کوشش میکنیم اینترنت رو بهتر کنیم ولی این وضعیت همیشه به ما مشکل ایجاد کرد و ان شاء الله که تا آخر سال این مسئله رو کاملا حل میکنیم ان شاء الله خب دوستان و هموطنان عزیز تشکر که دستگیری کردین و واقعا با برادر صحبت کردیم بسیار صحبت خوب بود و اگر هم شما فکر نظرتان با فکر نظر ما فرق میکنه شما هیچ وقت خجالت نکشید ببروی صحبت بکنیم صحبت کردن بعضی حالاتو با هم دیگر اندیشه میتیه فکری نو میتیه یک دیگر رو تغییر میتیه عوض میکنه و ما فکرامون باز میشه و شاید من در کجای غلط میکنم در کجای اشتباه میکنم و همین موضوعی که شما میبرید در اینجا سر صدا میکنین حرف میزنین فکر نظر مخالفی نظری من میگین این چیز به نظر من تکمیل میکنه نظر من را تکمیل میکنه بهتر میکنه و باز هم بحث را چیکار میکنه وسیع‌تر میکنه که ما عمیق‌تر یعنی آرگومنت های نوی بیاریم که شاید بعضی انسان هایی که قانع نشدن قانع‌تر شود و یا اینه که این اشخاصی که با من فکر نظرشون مخالف است شاید آرگومنت های بیارن فکرای نوی را بیارن که این فکری ما را تغییر بده و فکر بیننده را تغییر بده این بسیار مفید است و با برادرانه صحبت کرد شما دیدید که ما با همین برادر بسیار برادرانه صحبت کردیم و فکر نظر یکدیگر رو بسیار پذیرفتیم و در جای خاصی یکدیگر اصلاح کردیم در جای فکر نو گفتیم به یکدیگر و این صحبت ها باید باشه و این بحث ها باید باشه مهم نیست که ما هر مخالفیم مهم این که ما دو فکر متفاوت داریم و یکیمون این فکر داریم دیگرمون دیگر فکر داریم و فکرهای یکدیگر را چیکار میکنیم میایم کمک میکنیم که اصلاح بکنیم این باید هر یک تاجیک زندگیش همی باشه که کوشش کنه تلاش کنه فکر مستقل خود داشته باشه
با فکر خود پیش بره، با فکر خود زندگی بکنه و همین طریق ما و شما میتونیم به یکدیگر کمک برسونیم و واقعا این برادر بسیار تلاش کردن به یکدیگر کمک برسونن. باز هم درود میفرستم با تمام برادرانی که این حال با ما پیوستن و تشکر میکنم از شما که به این برنامه ما اومدید پیوستید و ما رو دارید تماشا میکنید. زنده و سلامت باشید و هموطنان گرامی. امروز در موضوع تنش بین اسرائیل و ایران صحبت میکنیم. همونطور که من در اول خبر کردم روز 13 همین سال همین ماه کشور صهیونیستی اسرائیل به خاک ایران حمله کرد و چندین اشخاص مهم از جمله وزیرها و اطراف این اشخاص‌های نظامی و عالم‌های اتم بمبش را از بین برد، کشت و همین طریقت ایران یک جوابی به خاک اسرائیل حمله کرد و در روز اول 3 مراتب یا 4 مراتب حمله کرد و بار اول از جانب اسرائیل این حمله گرفته شد، ولی حمله‌های دوم، حمله‌های سوم و چهارم بسیار به زمین ایران، به زمین اسرائیل ضربه سخت زدن و موشک‌های ایرانی تمام جایهای نظامی اسرائیل را و جایهای استراتژیش را تقریبا از بین برد و این باعث کرد که اسرائیل از امریکا کمک طلب کنه و امریکا بالاخره روز 21 ایون به جایهای اتمی ایران حمله کرد و زیاده از 15 بمب سنگرشکن را که از بالا پرتاب و اونها به زیر ساختارهای اتمی بمب ایران نفوذ کردن، از جمله در شهر فردا، تنز و اصفهان بسیار حمله سخت بود و اونها کاملا به گفته امریکا از بین برده شد، ولی ایران بعداً خبر داد که کاملا اینها اورانیوم و اون مواد اتمی از اونجا برده شده بود و این به جایهای امریکا و جایهای خالی حمله کرد و بالاخره ایران همون دو شب بعدش، یعنی این نشود دیروز یک حمله سختی رو در دولت‌های عربی و پایگاه‌های نظامی امریکا انجام داد که از جمله در قطر یک پایگاه قوی ایران که بزرگترین پایگاه امریکا در خاورمیانه است به او حمله کرد و با گفتی ایرانی ها 6 موشک اونها به خاک همین یعنی قطر و با پایگاه امریکا در اونجا خورد و علاوه بر این در پایگاه‌های دیگری کشور امریکا نیز که در کشورهای همسایه خاورمیانه هستند از جمله عراق نیز حمله کرد و بالاخره همون شب باز هم ایران حمله اش را به اسرائیل ادامه داد و این حمله آخرین شبی بود که یعنی دیشب بود و در حمله دیشب به اسرائیل بعد از موشکباران پایگاه‌های نظامی امریکا و زیاده از 30 موشک به خاک اسرائیل روان کرد که در شهرهای بزرگ او بیشتری جایها را خراب کردن، از جمله یکی از جایهای نیروی برقی را زد که یکی شهرها و اطرافهای اون منطقه کاملا به بند ماندن و گفته می شود که دیروز در اسرائیل زیاده از 15 نفر به هلاکت رسیدگی است در همین ضربه‌های ایران. و پس از این ضربه‌های ایران اسرائیل یک ضربه دیگر انجام داد و یکی از عالم‌ها و دانشمندای هسته‌ای ایران رو باز هم ترور کرد و بالاخره بعد از ساعت 2 یا 3 شب با وقت ایران اگر اشتباه نکنم کاملا یا 2 روز به نظر میاد کاملا با کمک امریکا رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که آتش بس بین اینها صورت گرفت و بالاخره اینها آتش بس کردن. اما بعد از یک مدت یعنی بعد از چند ساعت اسرائیل بازم اعلام کرد که ایران به طرف او چند موشک روان کرده است، ولی ایران این رو بعداً تکذیب کرد، گفت که من موشک به طرف اسرائیل روان نکردم و بالاخره بازم دوباره حمله اش رو اسرائیل به خاک ایران ادامه داد و در این حمله چندین پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های فرودگاه‌ها مورد حمله اسرائیل قرار گرفتند و ایران نیز گفت که ایران نیز در جواب گفت که ما باز هم به حمله های اسرائیل جواب خواهیم گفت و یک جوابی سنگین خواهیم داد. تا این حالی که ما شما در بخش مستقیم هستیم این حمله ها صورت نگرفته است، ولی امکان دارد که حمله نوی ایران امشب آغاز پیدا کند.
ما همین طریق از سامانه‌های مجازی نوارهایی از دونالد ترامپ رو رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را به نشر رساندیم که این در همین برنامه ذکر کرد که در همین ویدیو به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد که او کمک کرده است که به این آتش بس صورت بگیرد، اما نمیداند که چرا این یعنی شکستن آتش بس از کدام حالت صورت گرفته است و چرا این حال صورت گرفته است و اسرائیل را بسیار تنقید کرد که دو راکتی که از طرف ایران یا از کشور دیگری که اومد شاید اشتباهی باشد و نباید که تمام هواپیماهاش در بالای ایران و تمام بمباران‌هایی که داره در اونجا انجام میداد و باید هم این کار خاتمه بدهد و من سریعا میروم تو این رو خاتمه بدهم. یعنی این نشان میدهد که اسرائیل در روز آخر میخواست که تمام توانایی نظامیش رو انجام بدهد و زیاد پایگاه‌های نظامی ایران رو از بین ببرد، ولی ما میتونیم گفت که امشب بازم انتظار میرود که ایران همون توانایی خود رو با انجام بدهد و به خاک اسرائیل حمله بکند. همدیران و هموطنان عزیز، در روز گذشته این واقعه ها رخ داد و طول یک هفته زیاد می شود. ما در بخش‌های مستقیم با بابت این موضوع ها صحبت میکنیم و بالاخره ما انتظار داریم که همین هفته کاملا یک آتش بس کلی صورت میگیرد و گفتگوی دیپلماتی بین این کشورها ادامه خواهد یافت. چرا این آتش بس صورت میگیرد؟ چون اگر ما گفتگو بین کشورها را نظر بکنیم و گفتگو بین کارشناسا را نظر کنیم، میبینیم که کشور اسرائیل با تمام اون پدافندایی که دارد و دفاع میکند توانایی زیادی ایستادن را در مقابل موشک‌های ایرانی نخواهد داشت و اینچنین ایران نیز توانایی ایستادن که حریم هواییش را کاملا نظارتش را از دست داده است امکان دارد که با نبودن ذخیره‌ها یعنی کاملا بمباران کرده شود. یعنی اسرائیل وقتی که پدافندایش از کار میمونند که 14 روز پس به گفته بیشتری کارشناسان که اینها از کار میمونند و تمام موشک‌های ایرانی میتونن بدون یگان ممانعت به خاک اسرائیل حمله کنند و کسی سر راه اونها را دیگر گرفتن نمیتواند. بر اساس همین نقطه، یعنی که بدون یگان مشکل ایران حمله کرده بتواند به خاک اسرائیل و همه جا را خراب بکند، این باعث میگردد که اسرائیل به این آتش بس راضی شود و در کوتاه‌ترین فرصت این آتش بس صورت بگیرد. چون همون طریق رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اشاره کرد در نوارش که یعنی به نتانیاهو اشاره کرد که بس کنید دیگر، نخواد که تمام اون بمباران هایی که در روز آخر همه توانایی که دارید مصرف کنید. من گفتم بس کنید و این کار ادامه ندید. یعنی این نشان میدهد که دونالد ترامپ هم میداند که اگر که ما کمک نکنیم به پدافندهای اسرائیل، آنها کاملا بعد از 14 روز از کار میمونن و بعد از کار موندن ایران توانایی موشکیش خیلی وسیع است و میتواند که اسرائیل را در یک حالت ناگوار قرار بدهد که اسرائیل یکی از کشورهای مهم برای آمریکا است در خاورمیانه و هیچ وقت آمریکا اجازه نمیدهد که چنین واقعه برای اسرائیل رخ بدهد. ولی نتانیاهو به خاطر ماندن در قدرت چیکار میکند؟ تمام توانایی نظامیش رو استفاده میکند تا اینی که جنگ رو ادامه بدهد. برای همین ما انتظار داریم که یعنی پیشگویی میکنیم که این در این هفته این جنگ خاتمه مییابد و بین اسرائیل و ایران یک آتش بس کلی صورت میگیرد و جنگ دیپلماتی بین کشورها و از جمله ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل آغاز پیدا میکند که عاقبت تا کجا انجام میشود اینش را وقت نشان میدهد، ولی این آتش بس صورت میگیرد. حالا این جنگی چند هفته اینه که صورت گرفت به ما تاجیکا و به جهان چه تاثیر دارد؟ به جهان تأثیر خیلی عمیقی دارد، ولی ما پیش از آنی که به تأثیر جهانی بر بگذاریم که موضوع وسیع‌تر است، به تأثیر تاجیکا خواهیم گذشت که این به تاجیکستان چه تأثیری میرساند. هموطنان و همدیاران عزیز،
تاثیرش به تاجیکستان کم نیست، اگرچه ما در نظر نمیگیریم چه تاثیر آن را. برادران زیاد اشاره کردن که باید به این موضوع ها ما نمیپرداختیم و صحبت نمیکردیم، حتی بعضی از مخالفان هم نیز به این موضوع اصلا نپرداختن، بیانیه هم نشر نکردن، حتی هیچ واکنشی هم نکردن، چون آنها میدانند که مستقیما موضوع جنگ اسرائیل یا جنگ امریکا با ایران هیچ تأثیر به تاجیکستان عمیقا ندارد، ولی اگر ما نگاه کنیم بعضی حالتها اینها تأثیر دارد. مثلا مثال آشکار بگیرم، همونطور که من در بالا ذکر کردم، تأثیر اولش میتواند تأثیر آن باشد که ما امروز با ایران داد و گریخت زیج داریم و بیشتری چیزهای ما مثلا در سوره در مسئله نظامی ایران به ما کمک‌های زیاد میرساند و هم مثال آشکارش مسئله جنگ ما با قرقیزستان است که وقتی که ما با قرقیزستان مشکلات مرزی داشتیم و اونها به ما حمله کردن، وقتی که قرقیزستان از ترکیه درخواست کرد و از اونها پهپادهای بیرقتر خرید و اومد با مسجد و با منطقه‌های ما حمله کرد و زیاده از چند نفر به هلاکت رساند، اینجا یگانه کشوری که توانست صدا بلند کند ایران بود و در کوتاه‌ترین فرصت از پهپادهای خود در اختیار تاجیکستان قرار داد و گفت که من آماده‌ام در صورت وارد شدن ترکیه به جنگ من وارد میشم و از تاجیکستان دفاع میکنم. یعنی اگر ما نظر بکنیم ایران به تاجیکستان از این دید میتواند کمک برساند و ضعیف شدن امروزه ایران و سیاست امروزه که ضعیفترین سیاست در تاجیکستان موجود است تأثیر عمیق خواهد رساند که در صورت حمله های خارجی ما از خود دفاع کردن نمیتوانیم و روسیه پشت ما را خالی خواهد گذاشت که روسیه درگیری های زیاده دارد و تاجیکستان بدون یگان چی میماند، بدون مدافع میموند و هر کشور اگر چه طالبان حمله کنند و چه اگر قرقیزها با توسط ترکیه و چه ازبکستان توسط ترکیه و چه اگر چین بخواهد امروز حمله بکند ما بدون مدافع خواهیم و تاجیکستان را چکار میکنند زیر نفوذ خود قرار میدهد. این اولین نقطه ای است که ما باید در نظر بگیریم. نقطه دوم مسئله فرهنگی است. مسئله فرهنگی ایران بسیار به ما تاثیر بزرگ دارد. ما با ایران همزبان هستیم و امروزه تمام یعنی در سطح دولتی یگانه در جایی که با زبان فارسی کار کرد می شود و با علم اونجا کار میکنن این ایران است. امروزه فارسی در تاجیکستان و در افغانستان تقریبا در سطح خانگی صحبت کرده می شود و زبان علمی این کشورها در افغانستان زبان انگلیسی است و در تاجیکستان زبان روسی و یگانه کشوری که زبان علمی که اونها کار میکنن یعنی زبان فارسی است ایران است. بر همین اساس و اگر ایران از زبان علمی که با اونجا با فارسی کار میکنن اگر زیر نفوذ کشور دیگری برود و زبان علمیش برداشته شود از زبان دومش مثل زبان ما یعنی که روسی انگلیسی شود، اینجا تاثیر عمیقی خواهد رساند که این میتواند به ما چکار کند، ضرری بزرگی برساند که از دیدگاه فرهنگی به ما تاثیر میگذارد. مسئله سوم مسئله اقتصادی است. ما میتونیم که از ایران ما وابستگی اقتصادی عین حال اگر زیاد هم نداشته باشیم در آینده اقتصادی ما با ایران وابستگی خیلی زیاد دارد. ایران از بیشتری جزئیات اقتصادی یعنی تمام چیزها را در داخل خود میکند و صادر میکند و کمک میکند. چیزی که ما میتوانیم از ایران بیشتری چیزها را دریافت کنیم و این مفادی است که عین حال به ما از ایران میرسد و در صورت حمله و یا که در صورت تغییر حاکمیت و رفتن به غرب این میتواند به تاجیکستان ضربه برساند. مسئله سوم مسئله بالا بردن نرخ سوزشواری است که اگر این تنش‌ها زیادتر کرده شود و ایران اون کلیدهایی که دارد به خاطر بستن نفت و فروش نفت و رفت آمد اونها اگر اینها را کاملا ببندند این به بازار جهانی تاثیر میگذارد که تاجیکستان جزء این جهان است و این به سوزشواری در تاجیکستان تاثیر خیلی زیاد دارد و این قیمت‌تر کرده می شود. حالا ما میتونیم مثال‌های زیاد دیگری بزنیم ولی یک مثال آخرش رو میزنیم و به این اکتفا میکنیم. مسئله سومی که تاجیکستان یک درسی گرفت و از این عبرت شد همونطوری که من در بالا بازم ذکر کردم مسئله ای است که استفاده مخالفین
از جانب کشورهایی که در اینجا به ایران حمله کردند و این چیز به تاجیکستان یک تاثیر عمیقی دارد که مردم تاجیکستان باید آشکار و واضح نگاه کنند که حکومت تاجیکستان از کجا اداره کرده می شود و چرا اداره کرده می شود و اگر مخالفانی که میخواهند این را بشکنند از کدام طریق میان و با کدام طریق میآیند و که اینها را کمک بکنند. این مسئله یک مسئله است که بسیار دقت باید داد و اهمیت داد که نباید ما با طریق نفوذی خارجی در تاجیکستان حکومت بکنیم، همین طوری که امروز امامعلی رحمانوف با نفوذ روسیه در تاجیکستان حکومت میکنند. این مسئله بسیار مهم است. مسئله دیگری که ما امروز میخواهیم به تأثیر جنگ در کل مناطق صحبت بکنیم، یعنی کل جهان صحبت بکنیم، مسئله همین جنگ یعنی تنش‌ها که تا کجا تاثیر میگذاره. پیش از آنکه ما به این تاثیر بگذاریم من چند نکته رو در مسئله تنش‌هایی که با ایران صورت گیری میخوام به شما ذکر کنم. تغییرات حاکمیت در ایران بار اول نیست که صورت میگیرد. ما وقتی که حکومتی یعنی بعد از آنکه که دولت‌های استعمارگر امپریالیسم به میان آمد و اونها خواستن کاملا آسیای مرکزی، خاور میانه و اینجا را زیر تصرف خود قرار بدهند، همین مشکلات ها به میان آمد که یعنی روسیه بزرگ از این طرف اومد طرف کشورهای ما و اومد تمامی مناطق مثلا ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و این مناطق را کاملا تصرف کرد و این مناطق را زیر نفوذ خود گرداند و ما را جدا کرد از اون طرف، از افغانستان، از ایران و از اونها. و همین طریق بریتانیای کبیر اومد از طرف دیگر و کاملا زمین ایران و زمین افغانستان و این زمین ها را زیر نفوذ خود قرار داد و اولین شده در اونجا چکار کرد؟ آدم های خود را یعنی حاکمیت را تغییر داد و خود همین اولادی پهلوی ها را که بعدا اسمشون را گذاشتن پهلوی، اونها را در اونجا گذاشتن. یعنی اولین شده بریتانیای کبیر اومد در ایران امپریالیسم یعنی ایده خودش رو گذاشت و اونجا حکومت رو تأسیس داد و کاملا این حکومت زیر نفوذ بریتانیای کبیر بود و نفت و تمام دارایی‌هاش از جانب بریتانیای کبیر اداره کرده میشد. و وقتی که همین شاه این کشور در یک حالتی که اقتصادش کم بالا شد میخواست که تغییرات را به میان بیارد و نفوذ خارجی را کمتر بکند، چیکار کردن؟ تلاش کرد برای این. بریتانیای کبیر اجازت نداد و فرزند 20 ساله همین شخصیت را چیکار کرد؟ در مقابل پدرش کودتا کرد و پدرش را بیرون کرد در یک دولت افریقایی و حتی اجازتش نداد به امریکا وارد شود، به یک بریتانیا وارد شود و در یک دولت افریقایی بیرون نشین کرد و فرزند او را به قدرت نشاند. پدری همین شخصی که خود میخواهد با اسرائیل برود حکومت را بگیرد و این نفر اومد حاکمیت رو گرفت و نفت ایران همون طریق هم با بریتانیای کبیر بود و این نفر با بریتانیای کبیر و با امریکا دو گریف کرد و تلاش کرد حکومت خود را چکار کند؟ با نفوذ آنها اداره کند. وقتی که حکومت اینها اداره کرده شد و شاه از مفاد نفت پول به دست آورد و پولدارتر شد و ایران یکی از کشورهای پیشرفته ترین در خاور میانه شد. همین دولت‌های عربی که امروز می‌بینید، دولت‌های عربی نصف دارایی ایران رو نداشتن. وقتی که دولت‌های عربی سرانشان در همون نشست کنفرانس بزرگی که شاه ایران انجام داده بود با اونجا رفتن، در یک ماشین بارکش همه اینا رو بار کرد آورد. یعنی اینقدر تحقیر کرده بود اینها را، چون ایران دولت بزرگ شده بود و اقتصاد داراییش خیلی زیاد شد و خود همین رضا شاه میخواست چیکار کند؟ اقتدارش را به جهان نشان بدهد و اعلام کند که مستقلیت خود را از امپریالیسم بریتانیایی و امریکایی دور میکند و همین باعث گشت که دولت‌های امریکایی و اروپایی و با کمک روسیه چیکار کردن؟ تلاش کردن در داخل ایران باز یک انقلاب دیگر انجام بدهند و اونها تلاش کردن انقلاب جدیدی را که مولاها همین روحانیان بدن همین را به میان آوردن. این انقلاب هم طریق کشورهای ابوالقدرت از جمله روسیه، بریتانیای کبیر و امریکا انجام داده شد و این مولاها به سر قدرت آمدن.
در قدم اول وقتی که ملوها به ذریع قدرت آمدن و اینها چیکار کردن؟ کاملا رد کردن و گفتن که ما با یگان کشور همکاری نمیکنیم و ما مستقلیت خود اعلان میکنیم و ما مستعمره امریکا، روسیه و هیچ کشور دیگر رو نمیپذیریم. و این باعث گشت که یک سال بعد عراق به ایران حمله کند. چرا؟ باز هم میخواستن که باز هم حکومت ایران تغییر پیدا کند. اما مردم ایران که علاقه در دوران رضا شاه علم آموخته بودن، دانش آموخته بودن، چندین بار تغییرات یا حکومت دیده بودن، فهمیده بودن که نفوذ خارجی چی ضرر میرساند و اونها درباره همین ملاها چیکار کردن؟ اتحاد شدن، همین آخونده ها را دستگیری کردن و صدام حسین را شکست دادن و بالاخره از همون زمان جنگ همین آخونده ها با امریکا و بریتانیای کبیر و جهان غرب آغاز پیدا کرد و تحریم ها یا که به اصطلاح روسی سانکسیه از همون زمان در قبال همین کشور آغاز گردید و تو عین حال اینها بین هم دشمنی دارن. یعنی جنگ اسرائیل که دیگر مشخص است که تمامی توان نظامیش از کشور امریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگر کشورها گرفته می شود، مشخص است که یعنی همون ایده امپریالیسم و برداشتن ایران حکومتی که میخواهد مستقلیت را به دست بیارد هدف اصلی همین است و ایران با ملوهای امروزه که میخواهد یا اینکه آخوندهای امروزه میخواهد استقلال خود را به دست بیارد و اتم بمب خود را بسازد و توانه و نفوذ نظامی خود را بالا ببرد، اقتصاد خود را نگاه بدارد از چه خارجی، با همه طریق با هیچ کار میکنن، فشار میارن و همونطوری که دیدیم سالها در مقابلش سانکسیا کردن، تحریم کردن، کوشش کردن که ایران نظارت کنن، ولی دولت ایران باز هم ایستادگی کرد، کوشش کرد، تلاش کرد که چیکار کند؟ توانایی خود حفظ بکند، استقلالیت خود حفظ کند و در خاور میانه باز هم بازی کند. ایران شروع کرد به بازیکنی جهانی و تشکیل کردن گروه‌های نیابتی که در لبنان، در عراق، در سوریه، در دیگر یمن چندین گروه‌های گوناگونی را ساخت و کوشش کرد که دولتی را که دولت‌های امپریالیسم در خاور میانه ساخته بودند برای از بین بردن خب دیگر کشور ایران و یا اینکه دیگر کشورهای خاور میانه که به اسم اسرائیل و کوشش کرد گرد اطراف او را بگیرد و از اون طریق به او حمله کند و همین طریق جنگی پشت پرده، یعنی جنگ با طریق نیابت ها، یعنی گروه های نیابتی که ایران تشکیل کرده بود و آغاز پیدا کرد و اسرائیل اونها را میزد، اونها اسرائیل را میزدن و مستقیما جنگ نمیکردن و بالاخره این جنگ اسرائیل و ایران از روز 13 این ماه آغاز پیدا کرد و همونطوری که دیدیم تلفات خیلی زیاده داشت و این جنگ خیلی ادامه پیدا کرد و بالاخره به یک آتش بس اعلان کردن که خواهند رسید و ما مطمئنیم که به این آتش بس میرسن. حالا ما تاریخچه تغییرات حاکمیت رو در اینجا صحبت کردیم، پس ما تاثیر اون رو صحبت کنیم. همونطوری که شما با خبر هستید ایران توانایی زیاد دارد، چیزی که من گفتم. اول گروه‌های نیابتی در خاور میانه، در لبنان، در یمن، در عراق، خب این گروه‌های نیابتی میتوانند بازی‌های زیادی را کنند. مثلا بحر سرخ رو یمنی‌ها میتوانند ببندند. این طرف ایران میتواند این تنگنایی که نفت‌های عربستان سعودی میگذرن با کل اروپا که 20 تا 30% نفت از این طریق میگذره میرود، ایرا ببندند. میتواند با تمام پایگاه‌های نظامی امریکایی در خاور میانه حمله کند و یک جنگی بزرگی را در آسیای مرکزی به میان بیارد. یعنی این توانایی نظامی را دارد و امریکا نیز توانایی نظامی قوی دارد که میتواند کاملا ایران را بمباران کند، بزند با کمک اسرائیل و جنگی سریع و بزرگ به میان بیاید و عاقبت مانند افغانستان می شود. مانند افغانستان که مثلا 20 سال 30 سال امریکا میاد میجنگند، میزند، بمباران میکند و عاقبت چیکار میکند؟ خب دیگر مردم اگر ایستادگی کنند و عاقبت خب دیگر بازم برمیگردن میروند یا صلح میکنن یا یک حکومت دیگر میمونن و همین گونه عاقبت انتظار خواهد بود. به همین خاطر اینا صلح میکنن و این تاثیر خیلی بزرگی دارد که اگر صلح نکنن عاقبت سوزش
نفت در جهان زیاد می شود، جنگ سوم جهانی به میان خواهد آمد، زیرا روسیه اشاره کرد که به ایران کمک میکند و اگر روسیه با ایران کمک کند و دقیق است که جنگ ایران روسیه و امریکا در خاک ایران آغاز پیدا میکند و امریکا بدون شکی با ناتو در اوکراین وارد می شود که در این طریق جنگ سوم جهانی از دو طرف آغاز پیدا میکند و همین طریق جهان به یک خرابی های خیلی بزرگ به میان خواهد آمد، یعنی گرفتار خواهد شد. بر اساس همین امریکا این حالت ها را میبیند و کوشش میکند که صلح به میان بیاید و هم طریقی که امروز ما ویدیوی دونالد ترامپ گذاشتیم، دونالد ترامپ تمام تلاش‌هایش را میکند که این جنگ به میان نیاید و در صورت به میان آمدن جنگ وضعیت چیکار میکند؟ بدتر میشود و هم طریقی گفتیم یعنی حالت خیلی بد میشود. حالا چرا ترامپ نخواست جنگ ادامه پیدا کند؟ چرا نخواست؟ چون اگر که ما نگاه کنیم وقتی که اولی که برنامه حمله اسرائیل به ایران آغاز پیدا کرد، فرزند رضا شاه یعنی شاه پیشین ایران با کمک اسرائیل از مردم دعوت کرد که به میدان بریزند تا اینه که یک انقلابی را به میان بیارن، اما مردم ایران بر نخستند و با صدای مخالفانشان لبیک نگفتند و این باعث کرد که امریکا درک کند که با همون حالتی که در افغانستان، در عراق و در دیگر کشورها رخ داد و نتوانست کاملا اون سرزمین را زیر نفوذ خود قرار بدهد و با همون حالت گرفتار می شود، این باعث کرد که چیکار کنن؟ بر بگردن و بیاین با یک گفت و شنید بشینن و بمونن حالت مردم ایران را به خودشون. چون مردم ایران هم واقعا در یک حالت ناگوار قرار دارن، یعنی این آخوندها سالهاست با همین یعنی توانایی نظامی که دارن که کوشش میکنن استقلال خود را حفظ کنن، ولی در داخل کشور خود مشکلات های زیادی رو روبرو کردن مردم رو، یعنی مردم اصلا دارایی ندارن، جای کاری نیست، خب تحریم ها خیلی سخت ضربه زده است، اقتصاد خراب شده است، بازارها کاملا نرخ قیمتشون از بین رفته است، یعنی تمام خرابی ها در داخل ایران امروز موجود است و امریکا هم شاید دید که عین حال ایران در کنار مردم ایران در کنار حکومت ایستاده است و گفت که بایدم چیکار کند؟ اجازت بدهد که بازم مردم ایران با همین حاکمیت بمانند، تو اینه که یا خودشون این حاکمیت رو بگیرن و یا اینه که کاملا درک کنن که این حاکمیت با اونها نیست. در اون صورتی که درک کردن بعد من دوباره میام دخالتم رو میکنم و بعد حاکمیت رو تغییر میدیم. یعنی این امکانیت وجود دارد. بخش دیگری که با این عقیده است، یک تعداد از برادران و یک تعداد کارشناسان به این نظرند که این یک بازی بود که بر اساس این بازی میخواستن غزه رو کاملا زیر نفوذ اسرائیل قرار بدهند و یا زیر نفوذ امریکا و این جنگ رو انداختن تا اینه که همزمان مخالفانی که میخواستن فرزند خامنه‌ای به قدرت نیاید از آنها خلاص شوند، یعنی تمام اشخاص‌های مهم و کلیدی ایران که کسایی که مخالف آمدن فرزند همین را به حکومت بدن، آنها از طریق همین کشور اسرائیل به قتل رسانیده شوند و همزمان یعنی بتوانه راهبر اینها جانشینش را تعیین بکنه که چیزی که در روند جنگ تعیین بکنه و همزمان اسرائیل با حمله خود در غزه ادامه بدهد و تمام گروه‌هایی که در اونجا هستند از بین ببرد و غزه را کاملا زیر نفوذ خود قرار بدهد که در این جنگ بین اسرائیل و ایران کسی از غزه صحبت نمی کند، قتل کشتار هر چیزی که در غزه صورت بگیرد هیچ کار حرف نمی زند و این بازی بین این دو کشور هاست و اونجا غزه زیر ضربه قرار می گیرد و بالاخره غزه سقوط می کند و با اسرائیل می پیونده، چون تمام مخالفان رو در اونجا به قتل می رساند. این یک فرضیه دیگری است که بعضی از کارشناسان و بعضی از برادران ما حتی در صف مخالفان با همین عقیده هم هستند. خب دوستان گرامی و هموطنان عزیز، ما تو این درجه را صحبت کردیم و همونطور که شما میبینید ما فقط هدفمون گفتن و معلومات رساندن و تحلیل کردن برنامه هاست و کارهایی که
در جامعه صورت میگیرد. هدف ما در اینجا کدام طرف را گرفتن نیست. ما میخواهیم که تحلیل کنیم تو با بیننده خود پیشنهاد کنیم و با بیننده خود فکر و اندیشه بدیم. اما چرا ما این برنامه ها را هر روز نکردیم؟ اگرچه ما اعلان کردیم که هر روز به مانندی که در جنگ های دیگری کردیم هر روز برنامه میکنیم و صحبت خواهیم کرد، ولی ما این برنامه ها را ادامه ندادیم. تقریبا 4 برنامه هست، ما میتوانستیم حدود 10 برنامه تا 15 برنامه داشته باشیم، ولی ما دیدیم که مردم تاجیکستان واقعا با این برنامه ها زیاد خواهش یعنی جالبیت نشان نمیتین، خواهش زیاد نشان نمیتین و اونقدر طرفدار چنین موضوع ها نیستن. و یک از سبب هایی که ما این موضوع ها را زیاد پیگیری نکردیم و برنامه های زیادی در این موضوع ها نکردیم، هدف اصلی ما همین است. ما در برنامه های زیاد صحبت خواهیم کرد، زیاد ایجاد خواهیم کرد که از طرف مردم طرفدار پیدا کند و اون برنامه بیننده پیدا کند و اون برنامه خواهش پیدا کند از جانب مردم. تا اینه که ما اون برنامه را برای شما پیشکش کنیم. ما 1 برنامه کردیم، 2 برنامه کردیم، 3 برنامه کردیم، ولی دیدیم که مردم ما منتظر چنین برنامه ها زیاد نیست و برایشون اونقدر جالب نیست که در دنیا چی میگذرد، در ایران چی میگذرد، در جهان چی میگذرد و این وضعیت برای مردم ما اونقدر مهمیت ندارد و بر اساس همین ما چیکار کردیم؟ برنامه ها را قطع کردیم و کوشش کردیم که برنامه ها کمتر کرده شود و بر همین اساس ما طول 5 روز یا 4 روز می شود برنامه نداریم و بالاخره امروز 1 برنامه دیگری در این موضوع انجام دادیم و بازم خواهشات مردم رو میبینیم که شاید بعداً در این برنامه چقدر بیننده پیدا میکند، نظریات چقدر نوشته می شود و مردم ما چقدر خواهشات خود را برای چنین 1 برنامه ها نشان میدهد و ما کوشش میکنیم که چنین 1 برنامه را بازم بیشتر و بیشتر به سمت شما برسونیم. من از BBC زیاد معلومات رو به سمت شما خواندم و نیاز نیست که من دیگر بروم معلومات زیادی رو بخونم. فقط اینه که من آخرین اخبارها از BBC رو به سمت شما میرسونم که آخرین اخبارها چی است، تا اینه که ما بتوانیم چند اخبار آخر رو به سمت شما پیشکش کنیم. خب به اساس چی آخرین خبرها؟ چون ما همونطوری که گفتیم متاسفانه جنگ تا عین حال ادامه دارد. اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آتش بس صحبت کرد ولی آتش بس وجود ندارد، بازم آتش بس شکسته شد از جانب اسرائیل و بازم حمله ادامه دارد. بیایید این را از BBC به سمت شما بخونیم. ارتش اسرائیل: نبرد با ایران هنوز پایان نرسیده است. ارتش اسرائیل در پستی در شبکه ایکس به نقل از سپاهبدل ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش نوشت: ما در پایان 1 مرحله مهم قرار داریم، اما نبرد با ایران هنوز به پایان نرسیده است. سپاهدار زامیری در ارزیابی وضعیت پس از آتش بس گفت: ما وارد مرحله جدیدی میشویم که بر پایه دستورهای مرحله کنونی استوار است. او گفت که ما پیروز هسته‌ای و پیروز موشک‌های ایرانی چندین سال به عقب راندیم و ارتش اسرائیل در بهترین شکل خود عمل کرد. پزشکیان: آماده حل فصل مسائل خوب با امریکا هستیم. مسعود پزشکیان گفت با ایران آماده حل فصل مسائل با امریکا در پی چارچوب‌های بین المللی است. با گزارش ایران، رئیس جمهوری ایران امروز در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولی اهل عربستان اظهار امیدواری کرد که در چارچوب قواعد بین المللی بتوانند با توافق منطقه در زمینه احقاق حقوق این مسلم می ملت ایران و نیز فراهم کردن فضای مناسب برای رشد و پیشرفت همه منطقه رسد. او همچنان گفت که هرگز خواستار فراتر از حقوق خود نداریم و از کمک شوراهای دوست و کشورهای دوست و همسایه استقبال میکنیم. بنابراین گزارش محمد بن سلمان گفت امیدواریم که مذاکرات میان ایران و امریکا هرچی سریعتر آغاز و به نتیجه برسد. خب این 2 اخبار اخیر. بیایید استقبال اردوغان از ارتش از آتش بس مسافران کمتر امروز از مرز ایران و ترکیه. بیایید این را از BBC گوش میکنیم.
ترکیه استقبال کرده از اعلام آتش بس بین ایران و اسرائیل و گفته که دو طرف باید از اقداماتی که منجر به نقض این آتش بس بشه خودداری کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم امروز صحبت‌هایی داشت با همتای چینی خودش، از جمله موضوعاتی در موردش صحبت کرد همین بحث حملات اسرائیل به ایران و لزوم جلوگیری از اونها بوده و اینکه آقای اردوغان هم همونطور که اشاره کردی امروز راهی نشست ناتو در لاهه خواهد بود، جایی که آقای ترامپ خواهد بود و یکی از اولویت‌هایی که آقای اردوغان داره اونطور که خودش اشاره کرده این هست که تاکید خواهد کرد که باید از بروز صدمات و لطمات غیر قابل جبران جلوگیری بشه که البته منظورش کشته شدن غیر نظامی ها و حملات اسرائیل به ایران بوده و موضوعی هم هست که اتفاقا خیلی خوشایند طرف‌های اروپایی او در ناتو نیست، به خصوص دبیر کل ناتو و دیگران، به خاطر اینکه از ایران به خاطر حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین به اصطلاح دلچرکین هستند. اما آقای اردوغان قبلا هم در روزهای گذشته دیدیم که مواضعی رو بر علیه اسرائیل میگرفت در رابطه به حملاتی که به ایران صورت میگیره. در جایی خواستار این شده بود که ایران و آمریکا مذاکرات خودشون رو دوباره از سر بگیرند و گفته بود علت این که در 13 ژوئن دقیقاً 2 روز قبل از اینکه ایران مسئله مهم نیست برای ما بیاید جزئیات دیگری رو بخونیم با خاطر که این مسئله قدر مهم نیست. جزئیات از حصارات با تاسیسات هسته‌ای ایران بر اساس گزارش آژانسی بیشتر گزارش دادیم که رافائل کروس مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه گفته است که وزیر خارجه ایران پیشنهاد دیدار فوری داده است. این بیانیه جزئیات هم را ارزیابی آژانس از خسارات و تاسیسات هسته‌ای را کرد و گفته آقای کروس با چند سایت هسته‌ای از جمله تاسیسات تبدیل و غنیسازی اورانیوم آسیب گسترده وارد شده و نشاط‌های موضوعی پورتوازا و شیمیایی رخ داده، اما تاکنون هیچ گزارش از افزایش تشخیص در خارج از این مراکز دریافت نشده است. خب این مسئله ای است که در مسئله اتمی بمب اومده است. این سازمان ملل متحد با زندان اوین را نقض فحش حقوق بین المللی خواند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل حمله اسرائیل به زندان اوین را نقض فاحش قوانین بین المللی تفسیر کرده است. اسرائیل دوشنبه به زندان و این حمله کرده و گفته که قوای قضایی ایران بخش از ساختمان اداره آن آسیب دیده. خب اسرائیل به زندان ایران حمله کرده بود و او را سازمان ملل محکوم کرده است. بیا به عراقچی پیشنهاد دادیم، دیدار فوری دادیم. خب این مسئله را ما صحبت کردیم. ترامپ در تماس تلفنی با نتانیاهو فوق العاده صریح صحبت کرد. شریک خبر BBC در امریکا دریافت است که دونالد ترامپ مدتی قبل در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخستین وزیر اسرائیل به طوری بی‌سابقه در مورد آنچه که برای حفظ آتش‌بس لازم است قاطعانه و رک صحبت کرده است. خب میگوید که نخستین وزیر نتانیاهو و خامید واضح و نگرانی‌های رئیس جمهوری ترامپ را درک کرده است. همونطوری که پیش از این گزارش دادیم و گفته دفتر آقای نتانیاهو اسرائیل پس از صحبت نخستین وزیر با ترامپ از حملات بیشتری خودداری کرده است. خب این مسئله است که ما همونطوری که در بالا اشاره کردیم امکان دارد که آتش‌بس دائمی صورت بگیرد و جنگ دیپلماتی بین این کشورها آغاز شود. آینده آتش‌بس اسرائیل و ایران. خب این مسئله رو ما بخونیم. دونالد ترامپ دوشنبه شب در شبکه اجتماعی خود از برقراری آتش‌بس سخن گفت و اینکه با عشق، صلح و رفاه برای ایران و اسرائیل منجر خواهد شد. صبح سه‌شنبه او دریافت که آتش‌بس در خاورمیانه چقدر میتواند شکننده باشد. با انتشار گزارش‌های پرتاب موشک‌های ایرانی و انفجارهای جدید در تهران پس از زمانی مقرر رئیس جمهوری آمریکا پست‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد و از چمن جنوبی کاخ سفید به هر دو کشور هشدارهای توهین آمیز داد.
آقای ترامپ سرمایه سیاسی داخلی و بین المللی قابل توجه را برای اطمینان از حفظ این آتش بس و در نهایت تبدیل آن به یک صلح پایدار به کار گرفته است. او با تبدیل ایالات متحده با یک شرکت کننده فعال نیروهای آمریکایی را در معرض خطر قرار داد و اظهارات اخیر و آشکار کرد که فشار شدید برای او وارد شده بود. گفته شده که هنگامی که آقای ترامپ با هواپیمای ویژه رئیس جمهوری واشنگتن را برای شرکت در اجلاس رهبران ناتو ترک میکرد، با بنیامین نتانیاهو نخستین وزیر اسرائیل تماس گرفته و خواستار خویشتنداری شده بود. اینکه آیا وقتی هواپیمای او در اروپا فرود بیاید هنوز با اوضاع به همین منوال باشد یا نه هنوز مشخص نیست. خب این وضعیتی است. بیا این را برای کم گوش میکنیم و بعدا میبینیم که چی میشه. بیا این وضعیت از BBC گوش میکنیم. آقای ترامپ انتظار داشت که با گفتن این که در این فضای پرتنش آتش بس ایجاد شده و توافق کردن همه چیز بی سر و صدا و آروم باشه، ولی خب اوضاع به این شکل پیش نرفت. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که علیرغم این که هواپیماهای اسرائیلی در راه بودن و نخست وزیر اسرائیل اول گفته بود که نمیتونه پرواز اونها رو کنسل کنه، آقای ترامپ و نتانیاهو تلفنی صحبت کردن و اونطور که ما میشنویم از مقام‌های آمریکایی صحبت بسیار صریح و قاطعی بوده از آقای ترامپ و آقای نتانیاهو. در نهایت گفته که از حملات بیشتر خودداری خواهد کرد. در هر حال آقای ترامپ یک کم بعد از این قضیه هم توی هواپیما با خبرنگارها صحبت کرد، یه مقدار بیشتر از وضعیت انتقاد کرد و از اینکه چقدر وضعیت ناآرامه و گفت که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، به خاطر اینکه هرج و مرج به بار خواهد آورد. تاکید کرد که روسیه اعلام آمادگی کرده برای کمک برای برقراری آتش بس و آرامش در منطقه و آقای ترامپ گفت که من به پوتین گفتم احتیاج به کمک ندارم و در این حال گفتش که تا زمانی که جنگ ها در منطقه پایان پیدا کنند آمریکا به تولید نفت ادامه خواهد داد و از قیمت نفت رو پایین نگه خواهد داشت. بنابراین با این اوصاف به نظر میرسه که این آتش بس دست کم فعلا پابرجا خواهد بود. واکنش ها در واشنگتن چه بوده؟ همینطور هست. به نظر میاد که آقای ترامپ با اگر این قاطعیتی که مقام‌های آمریکایی دارن میگن به نتانیاهو هشدار داده و اسرائیل بالاخره پایبند به این آتش‌بس خواهد موند منوط به اینکه تحولات چه شکلی پیش بره، چون ایران هم یک پای قضیه است. در هر حال در واشنگتن صحبت‌ها خیلی زیاده. آقای ترامپ هم امروز یکی از ناراحتی‌ها و انتقادش از رسانه‌های نزدیک به دموکرات ها بیشتر بود، مثلا CNN و MSNBC که از او انتقاد کردن از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و در واقع دقت و تأثیر اونها رو زیر سوال بردن. یک بار دیگه او از عملیات آمریکا دفاع کرد و بحثی که اینجا هست و امروز شاید ما بتونیم نکات بیشتری رو بفهمیم از طریقش این هست که تا ساعاتی دیگه در سنا و مجلس نمایندگان به طور جداگانه مقام‌های دولت، رئیس CIA و رئیس اداره امنیت ملی و همینطور رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در برابر عده‌ای از سناتورها و نمایندگان مجلس حاضر میشن و توضیح میدن که این حملات آمریکا در ایران به تأسیسات ایران چه نتایجی در بر داشته، چقدر مؤثر بوده و همینطور آقای ترامپ چه برنامه‌ای داره برای اینکه آمریکا به شکل یک بار دیگه در واقع در یک جنگ جدی در خاورمیانه درگیر نشه. ممنونم ازت مهنوش پورزیایی، همکارم از بود. خب دوستان این بود از BBC یک برادر پیوست شدن. گاگا سلام علیکم. صداتون درود و احترامات برادر عزیز عبیدالله جان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
موضوع خوبه امروز مانده گذاشتی در برنامه. فکر کنم درباره همین جنگ‌های بین اسرائیل آمریکا و ایران چی شده بفید همه موضوع نه؟ بله. من درآمدم همین دیدم که همین برنده BBC گپ میزنه. من گفتم در همین کمی 3-4 جمله اضافه کنم امروز کمی هم صحبت شیم. ببین عبیدالله جان برادر عزیز، من فکر میکنم که همین جنگ ها همش به نقشه هن، یعنی یک نقشه که باید این همین کار اجرا میکردن برای همین هر سه دولت که هست، هم امریکا هم اسرائیل هم ایران داشتن کمی مردم از همین حکومتداراشو ناراضی رنگ بدن. چون که معلوم است یک هفته پیش به تظاهرات شد در امریکا و مردم اسرائیل هم مردمایش که بگیم آدمای اهل فرهنگن، آدمای همش باقی خیلی واسیگر نیستن. یعنی هر یک ملت هم خوب داره هم گنده. همونا هم زیدی همین سیاست نتانیاهو بودن و این جمهوری اسلامی هم همین از همین سردار آیت الله خمینی یا مردمش خیلی ناراضی بودن و یا باید در حکومت جمهوری اسلامی هم باید تغییرات بیاد، باید جاگزینی خودشه باید بگذاره پسری خودشه. یا خواستن که همین بین همین یک جنگ، ببینید که در سیاست همه وقت خواهی نخواهی یک جنگ هست، خواهی نخواهی همه سیاست مدار برای که مردم خوش گوش و یک فکرش و دیگر سباره باید یک اختلافات یا یک جنگ به اندازه که مردم همون طرف بودن که خب بعد همونجا همون سردار یا که بگیم همون یکی در همون دولت حکمرانه همون اخیر میباید چی قهرمان مردم کشته میشوند، مردم برای وطن جان فدا میکنن و دسته سخن میزنن میشود که قهرمانی ملی یا که دیگه مردم دیگه به یگان شک شبهه همون آواز میتین انتخابات چیش میکنن دیگه میگن از همین دوره ما وطن دوست خلق دوست میهن دوست نداریم. و همون خاطر ببینم من چی همینه من روزی اولی که همین کار شروع شد یا همین دفعه آمد ما گفتم که نه نباید به این درجه باشد. دیروز همین بمبارانی که امریکا سری ایران کرد برای نابود ساختن همون بمب هسته‌ایش و چند جای ایران را خراب کرد و مدت یک روز نگذشته که در برنامه در چی جوابیش نامش چیه ایران جواب داد و با کویت با پایگاه حربی نظامی امریکا حمله کرد. ببین که علاقه تو حمله کردن ایران در خاک کویت میگه که قطر میگه علاقه در اونجا این آدم ها نبودن. میگه تماما میگه یگان افسر نظامی وجود نداشت، همه که تیاره ها و همون نظام چی شو گرفته همون تیاره های جنگی شو گرفته بودن از اونجا بیرون کرده بودن. جنگ های حاضره که هستن همش با یکی نمیشه یکی حمله کنی، همش با خبرن این طرف نمیدونه اون طرف نمیدونه. این دیروز ترامپ با رفت در تیاره شیشتر همونجا اینترویوش گرفتن و نماینده های همون ژورنالیست ها گفتن تمام باید یا ایران و اسرائیل باید آتش بس شده، تمام اینا بسته شد. میبینیم که با اگر آینده دوام باشه که دوام بتیایی جنجالو هم میگیم که حقیقتا یا جنگ های در حقیقت جنگ داره. اگر بگیم که خاموشی بشه و دیگه میره و همون مصلحتی هم جنگ های مصلحتی ما همین تفکرش میکنم و باید داخل بکنن نمیدونم ما در بالای این فرضیه را ذکر کردیم که فرضیه دیگر بود، همین به طور دیگر خیلی ما این فرضیه را ذکر کردیم که مسئله میتواند طور دیگر داشته باشه که مثال میگیریم همون وضعیت های خودت گفتی امروز در غزه یک مشکلات خیلی بزرگ وجود دارد که اسرائیل درگیری خیلی سختش نه تنها با مخالفان خود در داخل که ناموفق بود مثلا در غزه و درگیری مخالفای خودش شد، علاوه بر این درگیری
مشکلات جهانی بود که چندین فعالای حقوق بشر از طریق بحر گذشتن رفتن غزه و در اونجا غذا بردن، نموندن، دستگیر کردن، زندان کردن و این فشاری بین المللی خیلی زیاد شده بود و از این پس وعده ترامپ برای گرفتن کامل غزه در اولی ریاست جمهوریش این خودش علاقه نشان داده است که باید این کار به عمل میپیوست و همین اساس وقتی که اینو موفق نشدن باید یک سر صدای زیاد به میان می اومد که اینها میتوانستن در روند همین سر صدا غزه را کاملا به خود یکسان کنن و بتوانن کاملا اون را چیکار کنن زیر نفوذ خود ببرن و از این طریق ایران از مخالفان اشخاصی که نمیخواهند فرزندی را به سر قدرت بیاید از اونها خلاص میشوند، یعنی تمام انسان‌های با نفوذ را در قدرت از بین میبرند، اینجا ایران خلاص میکنن و همزمان اونجا اسرائیل و امریکا به هدفش میرسد و اینجا ای به هدفش میرسد. ببینید یعنی ما این فرضیه را ذکر کردیم، اون فرضیه که با هم فرضیه خیلی کم نزدیکتر است، ولی این یکی از فرضیه هاست. ما فقط میتونیم فرضیه ها را بگیم ولی حقیقت میتونه چیز دیگری باشد. ولی به هر حالت باید ما یک چیز را واقعانه بپذیریم که توانایی جنگی ایران و از جمله توانایی جنگی موشکیش واقعا در چند سال اخیر قوی شده بوده است که این نشان داد که ایران اونقدر جسارت پیدا کرد که حتی با همون اگر خالی هم باشه با نیروگاهی یعنی پایگاه نظامی قوی امریکا در خاورمیانه که در قطر بزرگترین پایگاهش است با او حمله کنه. حالا خالی بود خالی نبود مهم اون نیست. این جسارت را تا امروز کسی نکرده بود، این را باید قبول کرد. دوم مسئله پرتافتن موشک ها و رسیدن اونها به همون پایگاه که غیر از اونه که اینا میگن که پیشکی با ما خبر داده بود و رسیدن اونها به پایگاه وقتی تر خبر میتین علاوه بر خبر اونها میان میرسن، این چیز خودش علاقه یک چیزی است که زیر سوال میبرم و چی هدفمندهای کشورهای پیشرفته را و علاوه بر این نشان میتیه پیشروی تکنولوژی نظامی و چه ایرانه. و همین طریق در اسرائیل هم میگن که ما یک گنبد آهنین داریم. گنبد آهنین منظورش مشخص است که ما هیچ چیزی را راه نمیتیم که از گنبد آهنین بگذره و به خاک اسرائیل برسه. ولی ما در طول 2 هفته اخیر دیدیم که موشک‌های ایرانی چگونه رسیدن و تل‌آویو تقریبا به خاک یکسان کردن، همون طریقی که غزه را کرده بود تقریبا همون طریق شد. و این چیزاش اگرچه بازی هم کرده باشد دیدی چند انسان‌هایی که در غزه غمگین بود، ضربه خورده بود که اونقدر خانه‌ها خراب شد، اشخاص‌ها ضربه دیده بودن، شاید کسی را شاد کرد و این جسارت هم نشان داد که یک کشور میتواند اگر که بخواهد بسازد تو اینه که دیگر کشورها فکر نکنن نمیشه ساخت. ایرانی‌ها توانستن ساخته، دیگر کشورها را میتونستن چنین موشک‌ها بسازن، میتونستن هواپیما بسازن و همون درون بسازن، میتونستن. پس ساختن این چیزا جسارت چه باید دیگر کشورها را بکنن و برای خود و دفاع خود باید بسازی. همین چندین چیزا رو آشکار کرده این چیز. فهمیدید برادر؟ صدات نمیاد برادر. ما نه صد چی قبل شده تری داری؟ سوخی کیسان سوخی چه کیسان سوخی نه دوستی گرامی من از خودت عذر میپرسم ولی من با سبب‌های اون چیزی که صداها و نوارها زیاد از خودت نشر شد که در مقابلی یعنی دینی مردم تعارض کرده تحقیر کردی، من دوست دارم کشوری که به هر دین تحقیر میکنن فرق نداره، دول دین اسلام از زردشتی از یهودی است هر کسی باشد این اشخاص رو در برنامه داشته باشن. به همین خاطر این کار خوب نیست و از این سبب من خواهش ندارم که خود در برنامه داشته باشیم. به همین اساس بهتر است که انشالله که در یگون برنامه دیگر صحبت کنیم، این بهتر خوبتر از برای خودتون، چون شما تحقیر کردید. راست میگی 100% درست نه توکل بخدا راست میگی. خب دوستان گرامی، ما همین برخورد را به هر کسی که
به هر دین تحقیر میکند خواهیم کرد، فرق نمیکند. ما اینجا به همه دین ها احترام قائل میشیم و هر کسی که به هر دین تحقیر میکند و بد میگوید ما در برنامه پیوستش نمیکنیم و صحبت نمیکنیم قدش. فرقی نمیکنه چی به دین زردشتی، چی به دین مسلمانی، اسلامی و اسلام و به دین مثلا نصرانی و به هر دینی که نباشد. اگر تأخیر کرده برادرها بدون یگان چی به برنامه من پیوست نشوین، زیرا من چنین اشخاص را در برنامه پیوست نمیکنم و حتی توانایی صحبت کردن با این اشخاص را ندارم. به همین اساس از همه شما عذر میپرسیم. برادر ما صحبت‌های جالب کردن و فکر نظر خیلی خوبی گفتن، برادری که پیشکی در مورد جنگ اسرائیل و ایران، و بسیار خوشحال هستم که برادرها افکار خودشون دارن، فکر خودشون دارن. به ما چنین جامعه لازم است، جامعه سالم، جامعه‌ای که تفکر داشته باشد، اندیشه داشته باشد و با این تفکر پیش برود. یک اخبار آخر را ما میخوانیم، بعدا ان شاء الله کوشش میکنیم که برنامه را با طور دیگر پیش بریم یا اینکه خاتمه شیم. خب اینجا یک با اخبار دیگر بود، به نظرم که اینجا نه، به نظرم یک اخبار اینجا یک نه، این اخبار علاقه دیگه لازم نیست. آغاز نشست نتانیاهو در سایه جنگ آتشبس اسرائیل و ایران. بیا خیلی این را گوش میکنیم، بعدا کمی دیگر اگر وقت شما رو طولانی تر نگیریم. بله، از اینجا این را گوش میکنیم با هم. دوستان میبینن نوارو؟ به نظر مشکلات اینترنتی است در ما. بله، مشکلات اینترنتی است. باز این اینترنتی ما مشکل ایجاد کرد. دوستان صدای ما هست در فیسبوک و یوتیوب؟ صدای ما هست؟ صدای ما هست بچه‌ها؟ بله، این هم پیدا شد. صدای ما شاید هم باشه. انتظار میرفت که این نشست ناتو مهمترین نشست بعد از جنگ سرد باشه. قرار بود که ناتو در زمینه افزایش بودجه دفاعی اعضای خودش تصمیم گیری بکنه و همینطور مسئله جنگ اوکراین و تهدید روسیه. ولی همونطور که به درستی اشاره کردید، جنگ بین ایران و آمریکا به شدت بر این نشست سایه انداخت. خصوصا دیروز وقتی که ایران به پایگاه العدید، پایگاه آمریکایی در قطر حمله کرد. معنای اون این بود که ایران به یک پایگاه ناتو حمله کرده، به پایگاه کشوری که نقش رهبری کننده در ناتو به عهده داره. همه می‌خواستن ببینن که واکنش ناتو چی هست. لحظاتی قبل از اون مارک روته دبیرکل ناتو به BBC گفته بود که از آمریکا حمایت میکنه، حمله آمریکا به تأسیسات اتمی فوردو رو در چارچوب قوانین بین المللی میبینه. بنابراین اینطور تلقی میشد که 32 کشور عضو ناتو در برابر ایران قرار خواهند گرفت. ولی به یک باره فضا عوض شد. وقتی که آقای ترامپ حرف از آتش بس و حتی حرف از صلح زد، فضا به کلی دگرگون شد. همه در ولی نباید فراموش بکنیم که همچنان در روزهایی که این نشست داره برگزار میشه و بعد از اون هم گفتگوهایی در جریان هست، سوالهای زیادی مطرح هست و همه هم در انتظارن که امروز بعد از ظهر آقای ترامپ به نشست ناتو در لاهه هلند اینجا بیاد. باره دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش پستی گذاشته و خطاب به اسرائیل نوشته، گفته اسرائیل بمب‌ها را نریزید، اگر این کار را انجام دهید تخلف است، خلبانانتان را همین حالا به خانه برگردانید. به نظر میاد که داره موضع دونالد ترامپ معلوم میشه. چقدر ممکنه که اونچه که دونالد ترامپ داره موضع گیری میکنه تأثیر بگذاره روی تصمیم گیری های ناتو و اونها بتونن مسیر آتش‌بس رو تغییر بدن؟
آقای ترامپ فردی است که یک مهارت عجیبی داره در غافلگیر کردن اطرافیان خودش، غافلگیر کردن آمریکا، غافلگیر کردن جامعه بین المللی و حتی جهان. وقتی که دیشب حرف از آتشبس و حتی صلح زد، بسیار غافلگیر شدن. امروز نیویورک تایمز نوشته بود که حتی کادر رهبری خود آمریکا غافلگیر شده. اینجا در ناتو همچنین فضایی بود، کسی نمیدونست که واقعا چه اتفاقی افتاد که به یک باره آقای ترامپ به این شکل عمل کرد. ولی خب در کنار این نباید فراموش بکنیم که ناتو یک پیمان دفاعی هست. این پیمان دفاعی به مسئله با تهدید روسیه قرار هست که مقابله بکنه، مسائل داخلی خودش رو حل و فصل بکنه و البته نیم نگاهی به تهدیدهای دیگه در خاورمیانه، ایران و همینطور چین و جاهای دیگه داره. بنابراین ناتو جایی است که رهبران اون وزرای دفاع کشورها، وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و همینطور کشورهایی که با ناتو همکاری دارند در اینجا هستند و موضوع ایران همچنان سایه خودش رو بر این نشست افکنده. در هر صورت باید ببینیم که آقای ترامپ بیشتر چه خواهد گفت. وقتی که او بیاد اینجا حتما توسط خبرنگاران سوال پیش خواهد شد. او در این نشست قرار هست که صحبت بکنه و ضمن اون هم نباید فراموش بکنیم که دبیر کل ناتو مارک روته بسیار تلاش داره که رضایت آقای ترامپ جلب بشه و هر آنچه که از دستش میاد رو برای آقای ترامپ انجام بده. خبر باز هم به تو برخواهیم گشت. این اخبار این اخیری بود که دوستان گرامی ما به سمت شما رسوندیم. همونطور که شما دیدید نشست ناتو در کشورهای اروپایی رفته شده است و دونالد ترامپ با این نشست، یعنی حضور گفتن برای نشست از امریکا سفر کرده است و انتظار دارد که فردا در این نشست ملحق بشود و بیاد بشیند و وابسته به ایران صحبت کنند و کلی کشورهایی که عضو ناتو هستند و تصمیم خواهند گرفت که آینده چیکار میکنند. ولی انتظار زیاد میرود که همونطوری که خود رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشت آتش بس صورت بگیرد و اسرائیل رو مجبور کنند که به سر میز صلح بیاد بشیند و بمب باران را خاتمه بدهد. همونطوری که خود روزنامه‌نگار بی بی سی هم در اینجا ذکر کردن که پیش از پروازشان دونالد ترامپ یک پست گذاشته در شبکه اجتماعی خود و اشاره به اسرائیل گفته است که بمب باران را به خاک ایران بس کنید و تمام خلبان‌های خود را به کشور خود برگردانید. این خودش نشاندهی از اونی است که فردا در این نشست مشترکاً اسرائیل را مجبور خواهند کرد که اسرائیل از بمب باران کردن ایران دست بکشد و به آتش بس دائمی دست بیاوند و بعدا جنگ و گفتگوی دیپلماتی آغاز بکنند و در اون جنگ دیپلماتی بعداً که چی پیروز می شود و چگونه کار به دست میاد ادامه خواهد یافت. اما جنگ زد و خوردی که عینی ها رفته ایستاده است، این امکان داره که بعد از فرو آمدن دونالد ترامپ به اروپا فردا خاتمه پیدا کند و مطمئن هستم که فردا تا پس فردا این جنگ خاتمه بیابد. اما جنگ سرد، یعنی جنگی که سالها ادامه داشت، یعنی همونطوری که من در بالا ذکر کردم گروه های نیابتی ایران در خاورمیانه و علاوه بر این حمله های اسرائیل و گروه های نیابتی و از این طریق سازش راکت های گوناگون در خاک ایران و علاوه بر این داروی علمی اتمی بمب یا هسته‌ای که این حال بازم کوشش میکنند رو دوم باره بسازند، چون در همین چند روز اخیر بیشتری از نظامیان ایرانی ذکر کردن که اگر که اینا میخوان اورانیوم و یا اینکه اتمی بمب و یا اینکه پایگاه‌های ما را خراب بکنن ولی علمی او را دانش او را از ما نمیبرن، یعنی به این اشاره میکنن که ما قادریم دوم باره اون چیزی را که اینا خراب کردن دوم باره از نو بسازیم و هیچ نفری این از بین ما بردن نمیتواند. به همین خاطر ما میتوانیم بگیم که فردا در این نشست امکان داره که کاملا به همون آتش بس دائمی دست بیاورند، اما جنگ دیپلماتی آغاز پیدا میکنند و تا کجا میتوانند در جنگ دیپلماتی امریکا و اسرائیل ایران را اطمینان بسازند که از اون برنامه‌های هسته‌ای خود و موشک‌هایی که چند روز میشود اسرائیل را بمباران میکند
دست بکشد و کاملا با برنامه ایران و یا اینکه زیر دست ایران زیر دست امریکا قرار بگیرد و با اون برنامه پیش برود. اما تو اون درجه حتی دونالد ترامپ به این کار مطمئن است که حتی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که الکی چین میتواند از ایران نفت بخرد، یعنی الکی اجازه داد که دیگر چین هم بتواند نفت بخرد و هیچ حمله به اون بارهایی که نفتایی که به چین میروند صورت نمیگیرد. یعنی تو اون درجه را مطمئن است که با این آتش بس یعنی آتش بس صورت میگیرد و هیچ جنگی دیگر با ایران نمیشود. اما ما منتظر میشویم و میبینیم که واقعا هم در آینده چه اتفاقی میافتد و ما این اتفاق را انتظار هستیم. و از همه مهم این یک چیز دیگه است که ما همونطور که میدونیم مخالفان حکومت ایران با اسرائیل بیشترش نه اکثریت ولی بیشترش که در رأس آنها فرزند و یا فرزند شاهی پیشین ایران است، اون با کشور اسرائیل اتحاد شد و در این حمله کوشش کرد که مردم رو به میدان برساند و کوشش کرد که انقلاب در داخل ایران انجام بده تا اینکه حاکمیت را به دست بیاره. حتی امروز هم در سامانه خود نوشت که خامنه‌ای استعفا بده و این آخرین نقطه ای است که تو میتونی انجام بدی تا اینکه جان خود و خانواده خود را نجات بدی و از تمام نظامیان هم درخواست کرد که اونها با مردم باشن، یعنی با او باشن و اگر در صورتی نبودن آینده به جوابگری خواهند کشید. یعنی چیزایی که در اینجا ما دریافت میکنیم و میبینیم که ما باید برای آینده تاجیکستان فکر کنیم، اندیشه کنیم و در اون فکر باشیم که چگونه آینده وطن را میسازیم و این کارهایی که در جهان میشه و ما چه تأثیری میگذاره. همونطوری که ما میبینیم حاکمیت در کشورها بسیار گرفتنش سخت است، زیرا حاکمیت فقط به دست خارجیان در یک کشور تغییر داده می شود، از جمله تاجیکستان که امروز به خارجیان اداره کرده می شود. وقتی ما میگیم که رحمانوف تاریخ خارجی به قدرت آمده است، اینجاست که شما میبینید که یک کشور اگر امروز گردنش رو بالا کند و بگوید که من مستقل میشم، بمبش میزنن، شتش میزنن، لطمش میزنن، میشکننش، میشناننش و اجازتش نمیدن که سرش رو بالا کند. به همین خاطر وقتی که در تاجیکستان سال 1992 مردم ما به میدان ریخت و خواست استقلالیت کامل رو به دست بیارد، با همین بمب‌های روسی روبرو شد که در رأس او کی بود؟ خود امامعلی رحمانوف و فرانت خلقی که از جانبی که حکومت روسیه اداره کرده میشد و این استقلال خواهی مردم تاجیکستان را چکار کردن؟ بمباران کردن، زدن، کشتن، نابود کردن و به خاک یکسان کردن. اون زمان مردم درک نکرد و نفهمید که این روسیه است، این بمباران میکند. در سال 1994 وقتی که امامعلی رحمانوف اعلان پیروزی کرد، در تاجیکستان پرچمش را میگرداندند. در سال 2004 وقتی که بنایه رشت سفر کرد، مردم در مسجد گفتن که نه، ما فرزندان و امامعلی رحمان کنیم به خاطر دوستداری تو، به خاطر فلان. همین قدر عقلشان نرسید که 10 سال همین فرزندانشون رو به قتل رساند، فرزندانشون رو کشت و فرزندانشون رو مهاجر کرد. به این عقلشون نرسید، فقط از دوستداری، از محبت و از چیز صحبت کردن. فکر نکردن که استقلال خواهی پدران چی شد، استقلال خواهی 7 ساله که ما در مقابل همین حکومت جنگیدیم، ایستادیم، او شد. این را اهمیت ندادن و به همین اساس ما شکست خوردیم. یعنی ندانستن قدر کسانی که استقلال خواستن ما را شکست دادن. پس باید ما این بار زیرکی رو از دست ندیم و بدانیم که ملت را آگاه بسازیم که قدرت ها ما را نمیگذارن که مستقل باشیم. پس باید ما اول مردم را کاملا آماده بسازیم که مردم ما اگر آماده باشه ما استقلالیت به دست میاریم، ولی مردم باید آماده باشه. این درس ها همش این همی قدر است، این برنامه ها هدفش این همی است، تو اینه که ما برای استقلال خواهی خود مبارزه ببریم و نگذاریم که هر یک کشوری که یک کس دستگیری کرد بیایم بگیم که رفتیم تو بیا انقلاب کنیم و در کنار تویم، چون اون کشور برای تو رضالت میارد، برای تو آبادی و آزادی نمیارد. همین گونه‌ای که ما میبینیم هر کشور کوشش میکند برای در یک کشور دیگر انقلاب بکند، کودتا بکند و بازم میاد یک مخالفی، یعنی مشهوری تر میگیره میبره، میگه که این آدمی است که باید برای در قدرت شما بشینه. به همین خاطر برادران و خواهران گرامی، هدف از برنامه‌ها این امین است. ما در اینجا هدف ما پشتیبانی از کدام کشوری نیست، پشتیبانی از کدام نهادی نیست، پشتیبانی از هیچ نیست. فقط در اینجا هدف ما
بیان داشتن اخبارها، گفتن اخبارها و گرفتن اخبارها و به مردم تاجیکستان رسانیدن که ما در بازی جهانی داده نشویم و ما کوشش کنیم که جهان را به بازیش بیرون بکنیم و ملت باشیم که استقلال خود را مکمل به دست خود حل بکنیم و تقدیر خود را به دست خود بسازیم، وگرنه این گونه که این حال رفت ادامه پیدا کردن میگیرد. دیگه وقتی شما را طولانی نمیگیرم دوستان عزیز، ما زیاده از 2.5 تقریبا 3 ساعت میشه و در بخش مستقیم قرار دادیم. ما چای نوشیدیم، این چای ما هم تمام شده است. دیگر همونطوری که میبینید توانایی صحبت زیاد نیست و همین پروژکتور را چشم را زیاد میزنه، چشم سر شده است، بس که این پروژکتور در چشم میزنه نزدیکتر شو موندم، باید دورتر شو میموندم. استودیو را کم تغییر دادم، از همین سبب پروژکتور را کم نزدیکتر موندم. همین پروژکتور در چشم میزنه، خستگی زیادتر است. ولی ما دوستان گرامی و هموطنان عزیز، اگر این مناقشه و این تنش اوج پیدا نکند و سخت‌تر و قوی‌تر نشه گردد، ما دیگه این برنامه را خاتمه میتیم. به خاطر همونطوری که گفتم، به خاطر جالبیت نشان ندادن از طرف بیننده ها برنامه هایی که در مورد تنش بین ایران و اسرائیل کردیم دیگر خاتمه میتیم، ادامه شو نمیتیم. و اگر که تنش خیلی زیاد شد، امریکا وارد جنگ شد و وضعیت به حد بدتر شد و ما دیدیم که بمباران ها زیادتر شد و جنگ های چریکی سر شد، ما دیدیم که وضعیت سر شد، پس باز هم یک تحلیل دیگری خواهیم کرد و برنامه خواهیم کرد. ولی برنامه دومی که ما وعده داده بودیم، همونطوری گفتیم، با این برنامه خاتمه می‌یابد، زیرا اون برنامه‌ای که 3 دانه کردیم ما دیدیم که مردم زیاد جالبیت به این برنامه‌هایی که تنش ها را ما صحبت کنیم نشان ندادن. پس برای مردم ما قدر جالب نیست که اوضاع امروزه جهان و مردم گفته شود، پس نیاز نیست که ما در این موضوع زیاد صحبت کنیم. به همین اساس دیگه این موضوع را خاتمه می‌بخشیم و ان شاءالله که کوشش میکنیم که بازم در آینده در موضوعات گوناگون دیگری که برای ما فایده داشته باشه صحبت کنیم. و از همه شما کسانی که چنین برنامه‌ها را انتظار بدید، عذر می‌پرسیم که برادران دیگر همونطور که دیدید چند بیننده اگر کمتر شود دیگه برنامه جالبتر نمی‌شود. به همین اساس دیگه برنامه‌ها را کمتر می‌کنیم در همین موضوع و کوشش می‌کنیم که موضوعات دیگری را مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم و بیننده‌ها را به خود بیشتر جلب کنیم و کوشش کنیم که صف خود را زیاد کنیم و برای رسیدن به یک انقلاب و یک تاجیکستان آزاد برسیم. دیگر زنده و سلامت باشید. شما را به خدا می‌سپارم تا آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه شما دوستان.